شیوه لاک‌پشت ها، اثری از کورتیس امفیس، تهیه کننده آدم مرادی. فصل دهم، معامله به سبک لاک‌پشت ها گام به گام. همه چیزو ساده نگه دارید. روش‌های ساده تست شده که به خوبی اجرا شدن همیشه بر روش‌های پیچیده فانتزی غلبه می‌کنن. توی این فصل به بررسی برخی از سیستم‌های معاملاتی لاک‌پشت‌ها پرداختیم که بیشتر به عنوان سیستم‌های پیرو روند بلند مدت شناخته میشن. این سیستم‌ها عبارتند از شکست کانال ATR که یک سیستم با کانالی نوسان پذیر که از ATR به عنوان معیار نوسان استفاده می‌کنه. شکست بولینگر که یک سیستم با کانالی نوسان پذیر که از انحراف معیار به عنوان معیار نوسان بهره میبره. روند دانکیان یک سیستم شکست با یک فیلتر رونده و روند دانکیان با خروج مبتنی بر زمان یک سیستم شکست با یک فیلتر روند و خروج بر اساس زمانه. میانگین متحرک دوگانه سیستمیه که با عبور میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کنچر خرید و فروش انجام میده. برخلاف سیستم های دیگه این سیستم همیشه سیگنال میده چه برای خرید و چه برای فروش. میانگین حرکت سه‌گانه هم سیستمیه که با عبور میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کنچر خرید و فروش رو فقط در جهت روند اصلی که با یه میانگین متحرک بسیار کند مشخص میشه انجام میده. واسه بررسی تفاوت بین این سیستم ها شبیه سازهایی به روی داده های گذشته انجام دادم تا تعیین کنم که اگه شخصی از هر کدوم از این سیستم‌ها برای 10 سال مثلا استفاده می‌کرده چه مقدار سود میتونسته کسب کنه. توی این فصل از برخی معیارهای بیان شده توی فصل 7 واسه مقایسه عملکرد نسبی هر کدوم از سیستم‌ها استفاده میشه. تست کردن یا تست نکردن مسئله اینه. خیلی از معامله‌گرا حتی تعدادی از معامله‌گرای موفق به تست به روی داده‌های گذشته بازار که گاهی بهش بک تست گفته میشه اعتقادی ندارن. اونا معتقدن که تست با داده‌های گذشته مفید نیست چون گذشته تکرار نمیشه. قصد دارم برای خوانندگانی که با این مبحث آشنا نیستن چند پاراگراف رو به متقاعد کردنشون نسبت به چیزی که به احتمال زیاد تصور میکنن نیاز به توضیح نداره اختصاص بدم. سوال من از کسایی که به تست داده‌های گذشته اعتقادی ندارن اینه: تناوب چیه؟ چطوری میشه بدون در نظر گرفتن داده‌های گذشته یک استراتژی طراحی کرد؟ چطوری میشه زمان خرید و فروش رو تعیین کرد؟ آیا اون رو حدس میزنید؟ تنها اطلاعاتی که در اختیار دارید اتفاقاتیه که از گذشته تا حالا در بازارها رخ دادن. حتی اگه معامله‌گری هستید که فقط بر اساس وضعیت کنونی بازار تصمیم به معامله میگیرید و از قوانین یا سیستم‌ها استفاده نمی‌کنید، بازم از معاملات شخصی خودتون در گذشته بازار به عنوان راهنما بهره میبرید. به تفسیر خودتون از گذشته تکیه کنید و در پی اون در واقع به داده‌های گذشته اعتماد می‌کنید. معامله‌گرای محتاط و هوشمند بعد از کسب سالها تجربه توی معامله میتونن سیستم‌ها رو توسعه بدن. اونها به الگوهای تکرار شونده توجه میکنن که فرصت‌های سود رو ارائه میدن. سپس با استفاده از ایده‌های طراحی شده برای سرمایه‌گذاری در این فرصت‌ها معامله میکنن. معامله‌گرای مبتدی اغلب ماه‌ها قبل از شروع معامله نمودارها رو با دقت بررسی میکنن تا بتونن گذشته بازار رو درک کنن، چون میدونن بهترین نشان‌ها از آینده احتمالی بازار در گذشته‌اش وجود داره. کامپیوترها با استفاده از داده‌های گذشته میتونن ایده‌ها رو با قابلیت اطمینان بالاتری تست کنن. قبل از شروع معامله معامله‌گران میتونن با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری تحلیل دقیق‌تری از یک استراتژی خاص داشته باشن. بیشتر ایده‌های امیدوار کننده معامله‌گران به علت از قلم افتادن برخی موارد بی‌نتیجه میمونه. خیلی بهتره که این موارد به کمک کامپیوتر مشخص بشن تا با یک حساب واقعی. بعضی معامله‌گرا به شبیه سازی داده‌های گذشته اعتقادی ندارن چون روش‌های زیادی برای تحریف یک تست وجود داره. استفاده از قدرت کامپیوترها برای مشخص کردن روش‌هایی که به ظاهر کار میکنن اما در بازارهای واقعی نمیشه باشون به نتیجه خوبی رسید آسونه. اگه اطمینان پیدا کنید که از شایدترین تله یعنی بهینه‌سازی بیش از حد جلوگیری کردین، این مشکلات قابل پیشگیری هستن. حالا توی فصل 11 به این موضوع پرداختیم. تست توصیف شده در این فصل با استفاده از یک پورتفوی رایج بازار و یک الگوریتم متداول مدیریت سرمایه اجرا شده و گوناگونی نتایج رو حفظ میکنه که این نتایج از اثرات ناشی از تغییر در قوانین سیستم ایزوله شدن. حالا متغیرهای تو این فصل مورد استفاده است که در این تست مورد بحث قرار میدیمشون. بازارها: پورتفوی تست شامل بازارهای دلار استرالیا، پوند انگلیس، ذرت، دلار کانادا، نفت خام، پنبه، یورو دلار، گاو گوشتی، طلا، مس، نفت کوره، گاز بدون سر، ین ژاپن، سویا، شکر، فرانک سوئیس، نقره، اوراق قرضی تی نوت و گندم. این بازارها از بین بازارهای نقد شونده ایالات متحده انتخاب شدند، یعنی با حجم بالای معامله. چند بازار نقد شونده
دیگه بودن که حذف شدن، چون اونا درجه همبستگی بالایی با هم دیگه داشتن. به همین علت تصمیم گرفتیم که تست خودمون رو به بازارهای امریکا محدود کنیم، چون خیلی از ارائه‌دهنده‌های داده‌های گذشته اطلاعات مربوط به بازارهای خارجی و جداگانه به فروش میرسونن. به همین دلیل خیلی از معامله‌گرای مبتدی کار خودشون رو فقط با بازارهای ایالات متحده شروع میکنن و ما میخواستیم که معامله‌گرا بتونن به آسونی نتایجمون رو توی تستاشون به کار ببرن. الگوریتم مدیریت سرمایه‌ای که در اینجا استفاده شد مشابه چیزیه که لاک‌پشت‌ها ازش بهره می‌بردن. به جز این که ما نیمه تهاجمی عمل کردیم. به جای معادل در نظر گرفتن یک ATR با 1% از حساب معاملاتی، اون رو با 0.5% معادله کردیم. برای به دست آوردن تعداد قراردادها برای تست 0.5% از حساب معاملاتی رو بر مقدار یک ATR یک بازار معین در نقطه‌ای که سفارشات یک معامله خاص انجام می‌شد از لحاظ دلار تقسیم کردیم. تست با داده‌های ژانویه 1996 تا ژوئن 2006 برای تمام سیستم‌ها انجام شد. قبل از انتشار نتایج آزمون بیایید هر کدوم از سیستم‌ها رو با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. مثلا شکست کانال ATR. سیستم شکست کانال ATR سیستمی با کانالی نوسان پذیره که از میانگین دامنه واقعی به عنوان معیار نوسانش استفاده میکنه. ابتدا یک میانگین متحرک 350 روزه با استفاده از قیمت بسته شدن ایجاد میشه و باند بالای کانال با اضافه کردن 7 ATR به میانگین متحرک و باند پایین کانال با کم کردن 3 ATR از میانگین متحرک تشکیل میشه. در صورتی که قیمت بسته شدن روز گذشته از باند بالای کانال فراتر بره، معامله خرید توی نقطه باز شدن قیمت امروز صورت میگیره و وقتی که نقطه بسته شدن قیمت روز گذشته به زیر باند پایین کانال بره، یه معامله فروش انجام میشه. معامله‌گرا زمانی از معاملات خارج میشن که قیمت بسته شدن به سمت میانگین متحرک برگشته و ازش عبور کنه. حالا شکل دیگه از سیستم شکست کانال ATR رو معامله‌گری به نام مارک جانسون به عنوان سیستم PGO در انجمن باشگاه معامله‌گرای سیستم چاک لیبو معرفی کرد. همچنین به نوعی سیستم شکست بولینگر محسوب میشه که در ادامه مطرح شده و توی شکل اول از فصل 10 نمودار کانال نوسان پذیر سیستم شکست کانال ATR رو میتونید توی همین شکل اول داخل کتاب ببینید. خط میانیش میانگین متحرک 350 روزه است و خط بالاییش باند بالای کانال نشون میده که با اضافه کردن 7 ATR به میانگین متحرک تشکیل شده. خب راجع به شکست بولینگر صحبت کنیم. توی سال 1992 این سیستم رو چاک لیبو و دیوید لوکاس توی کتاب راهنمای معامله‌گران تکنیکال برای تحلیل کامپیوتری بازارهای آتی توضیح دادن. باند بولینگر کانال نوسان پذیریه که جان بولینگر اختراع کرد. باند بولینگر این سیستم با افزودن و کاستن انحراف معیار 2.5 به میانگین متحرک 350 روزه شکل. اگه قیمت بسته شدن روز گذشته از از باند بالای کانال عبور کنه، معامله خرید در نقطه باز شدن قیمت امروز انجام میشه و وقتی نقطه بسته شدن قیمت روز گذشته به زیر باند پایین کانال بره، یه معامله فروش انجام میشه. زمانی که قیمت به سمت میانگین متحرک بازگردد، معامله‌گرا از معامله خارج میشن. شکل دوم از فصل 10 نمودار کانال نوسان پذیر رو برای سیستم شکست بولینگر نشون میده دوستان. اما روند دانکیان، سیستم روند دانکیان که توی فصل 5 شرح داده شد، یه نسخه ساده از سیستمیه که ما لاک‌پشت‌ها ازش استفاده میکردیم. این سیستم از شکست 20 روزه برای ورود و شکست 10 روزه برای خروج استفاده میکنه و شامل یه فیلتر روند متشکل از دو میانگین متحرک نمایی 350 و 25 روز است. معامله‌گرا فقط میتونن در جهت میانگین متحرک سریعتر معامله در واقع قرار بگیرن. اگه میانگین متحرک 25 روزه بالای میانگین متحرک 350 روزه باشه، فقط معامله خرید انجام میشه و اگه میانگین متحرک 25 روزه زیر میانگین متحرک 350 روزه باشه، فقط فروش. همچنین سیستم از یه توقف 2 ATR مثل سیستم اصلی لاک‌پشت استفاده میکنه. سطوح شکست و میانگین متحرک رو برای سیستم روند دانکیان میتونید توی شکل سوم از فصل 10 مشاهده بکنید. خط صافی که نزدیک قیمت حرکت میکنه میانگین متحرک کوتاه مدت و خط صافی که پایین حرکت میکنه میانگین متحرک بلند مدته. نمودار نشون میده که یک بازی بلند مدت در پیشه و بنابراین فقط معاملات خرید گرفته میشن. خطوط ناهموار در قیمت ها سطوح شکست هستن. با ایجاد یک سقف جدید، بالاترین سقف به طور مستقیم حرکت میکنه و قیمت رو از نزدیک به سمت بالا دنبال میکنه. توجه داشته باشین که پایین ترین کف
یا صعود قیمت اون رو از نزدیک دنبال نمیکنه. با یک تغییر در سیستم روند دانکیان با خروج مبتنی بر زمان ایجاد میشه که در اون به جای اینکه از شکست برای خروج استفاده بشه، از زمانی که از پیش تعیین شده برای خروج از معامله استفاده میشه. این سیستم بعد از 80 روز از معامله خارج میشه و از هیچ توقف دیگه استفاده نمیکنه. حالا معامله‌گرای زیادی معتقدن که نقاط ورود مهم نیستن، فقط خروج‌ها اهمیت دارن. میانگین متحرک دوگانه هم سیستمی بسیار ساده است که توی اون خرید و فروش وقتی انجام میشه که میانگین متحرک 100 روزه از یه میانگین متحرک کنتر 350 روزه عبور کنه. برخلاف سیستم‌های دیگه این سیستم همیشه سیگنال خرید و فروش میده. وقتی میانگین متحرک سریع از دیگری عبور کنه، معامله بسته شده و یه معامله جدید در جهت مخالف آغاز میشه. به شکل 4 فصل 10 هر دو تا میانگین متحرک رو در سیستم میانگین متحرک دوگانه نشون میده. میانگین متحرک سه‌گانه هم خب از سه میانگین متحرک 150, 250 و 350 روزه استفاده میکنه. خرید و فروش هم زمانی اتفاق میفته که میانگین متحرک 150 روزه از میانگین متحرک کنتر 250 روزه عبور کنه. این سیستم از میانگین 350 روزه به عنوان یک فیلتر روند استفاده میکنه. معاملات فقط زمانی اتفاق میفتن که هر دو تا میانگین متحرک در یک طرف میانگین متحرک طولانی تر 350 روزه قرار داشته باشن. اگه هر دو در بالاش باشن، معاملات خرید مجازه و اگه هر دوتاش پایین باشن فقط معاملات فروش مجازن. همه 6 سیستم و با داده‌های تست یکسان از جمله مدیریت سرمایه پورتفوی و تاریخ شروع و پایان تست با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی معاملاتی تریدینگ بلاکس بیلدر تست کردن و نرم افزار تمام معاملات رو برای هر سیستم توی از ژانویه 1996 تا ژوئن 2006 شبیه سازی کرده و آمار عملکرد هر سیستم رو ایجاد کرده. یک جدول ما داریم توی فصل 10 رایج‌ترین معیارهای عملکرد رو برای هر کدوم از 6 سیستم نشون میده. توی این جدول درصد معاملات برنده رو با W نشون دادیم. وقتی برای اولین بار از خروجی مبتنی بر زمان استفاده کردم فوق‌العاده هیجان زده شدم. اونا از حد تصور من و حتی از خروج‌های مبتنی بر شکست بسیار بهتر بودن. این ایده که خروجی یه سیستم باعث سودآوریش میشه تصوری واهیه. یک ورودی دارای برتری معاملاتی میتونه کل سودآوری یک سیستم رو به عهده بگیره. همچنین توجه داشته باشید که چطوری سیستم دانکیان به خوبی سیستم‌های دیگه عمل نمیکنه. این نشون میده که چطوری شکست‌ها بعضی از برتری معاملاتی خودشون رو در سال‌های بعد از برنامه لاک‌پشتی از دست دادن. من معتقدم که این موضوع به دلیل اون چیزیه که توی فصل 11 اون رو به عنوان اثرات معامله‌گر توصیف میکنم. شگفتی قابل توجه دیگه‌ای که توی این جدول داریم عملکرد سیستم میانگین متحرک دوگانه است که نسبت به سیستم پیچیده‌تر همتاش یعنی میانگین متحرک سه‌گانه عملکرد بهتری رو نشون میده. این فقط یک نمونه از نمونه‌های بسیاری که نشون میده پیچیدگی یک سیستم به طور حتم اون رو بهتر نمیکنه. همه این سیستم های پایه هستند. سه تا از اونها یعنی سیستم میانگین متحرک دوگانه، سیستم میانگین متحرک سه‌گانه و سیستم روند دانکیان با خروج مبتنی بر زمان هیچ در واقع توقفی ندارن. یعنی اونها یکی از اصول محبوب معاملات یعنی همیشه حد ضرر داشته باش رو نقض میکنن. با این حال عملکرد متناسب با ریسکشون به خوبی سیستم‌های دیگه یا بهتر از اوناست. خیلی از معامله‌گرا دوست دارن همیشه از حد ضرر استفاده کنن. اگه توقف‌ها رو به سیستم میانگین متحرک دوگانه اضافه کنیم چه تغییری در عملکردشون رخ میده؟ توی این موارد خیلی از افراد دوست دارن با حدس و گمان پیش برن. اونا از دوستاشون میپرسن یا میرن سراغ معامله‌گرای با تجربه از اونا میپرسن. حالا من ترجیح میدم که خودم یه ایده رو امتحان کنم و از اعتماد به نفسی که در به دست آوردن پاسخ‌های واقعی به دست میاد بهره مند بشم. شکل ششم توی فصل 10 اثرات استفاده از توقف در ارزهای مختلف ATR رو از نقطه ورود نشون میده. توجه داشته باشید که مقدار صفر به معنی نداشتن حد ضرره و بهترین مقدار نسبت MAR رو داره. در حقیقت انجام تست بدون گذاشتن توقف برای همه معیارها از جمله CAGR یا درصد CAGR نسبت MAR نسبت شارپ، افت سرمایه، طول افت سرمایه و هر معیار واحد دیگه‌ای بهتره. موضوعی که در تست سیستم میانگین متحرک سه‌گانه صحت داره اینه که تک تک معیارها با افزودن هر توقفی بدتر میشن. همون تست توقف برای سیستم در روند دانکیان با خروج مبتنی بر زمان نیز به کار برده شد و نتایج مشابهی به دست آورد. به جز این که برای توقف‌های بزرگ 10 ATR یا بیشتر نتایج تقریباً شبیه نتایج حاصل از تست بدون توقف شد. این موضوع برخلاف باور متداولی که بیان میکنه همیشه باید از توقف استفاده کرد. چرا چنینه؟ آیا بهمون یاد ندادن که استفاده از توقف برای حفظ سرمایه بسیار مهمه؟ چرا وقتی توقف رو اضافه میکنیم مقدار افت سرمایه کم نمیشه؟ خیلی از معامله‌گرا برای این باورن که چیزی که باید نگرانش باشن ریسک معاملات
پشت سر همه. ممکنه این نگرانی برای معامله‌گران کوتاه مدتی که معاملاتشون حداکثر چند روز طول میکشه درست باشه، اما برای پیروان روند درست نیست. برای پیروان روند افت‌های سرمایه از معکوس شدن روند که معمولاً بعد از روندهای بزرگ ایجاد میشن به وجود میاد. ما لاک‌پشت‌ها میدونستیم که از دست رفتن قسمتی از سود کسب شده در طی یک روند بخش طبیعی معامله به عنوان یک پیرو رونده. میدونستیم که افت‌های بزرگی رو تجربه میکنیم. با وجود این موضوع برای بعضی از لاک‌پشت‌ها خیلی دردناک بود، به ویژه کسایی که از دست دادن پول خیلی روشون تاثیر میذاشت. تماشای از بین رفتن سود درست بعد از به دست آوردنش سخت‌ترین بخش سبک معاملاتیمون بود. بنابراین ریسک ورود باعث کاهش سود پیروان روند نمیشه، بلکه سودهای از دست رفته موجب این امر میشه. به طور گسترده به این موضوع توی فصل 11 پرداختیم. اما ابتدا اجازه بدین که به تست سیستم ها برگردیم. بررسی مجدد نتایج. سیستم هایی رو به یاد بیارید که در پایان ماه ژوئن 2006 تست شدن. البته تا زمانی که این کتابو نوشتم چند ماه گذشت. ممکنه در مورد اون چه که برای سیستم های ما در این مدت رخ داده کنجکاو باشید. شما کدوم سیستم برای معامله بر اساس داده ژوئن 2006 انتخاب میکنید؟ اگه میتونستید دوتا رو انتخاب کنید کدوم‌ها بودن؟ من تاریخ پایان تست ها رو تغییر دادم و از داده های اواخر نوامبر 2006 استفاده کردم. یعنی جدول دوم توی فصل 10 آخرین نتایج رو نشون میده و مقایسه عملکرد سیستم با داده‌های گذشته از نوامبر 2000 در واقع 6. با نگاهی اجمالی به درصد CAGR و نسبت MAR میشه دید که چند ماه آخر سال 2006 به طور کلی برای سیستم‌های پیرو روند بد بوده. نکته جالبی که در این موضوع وجود داره تغییراتی که رخ داده دوستان. چه اتفاقی افتاد؟ چطوری نتایج ما به طرز چشمگیری تغییر کرد؟ چرا سیستمی که از ساده‌ترین خروجی استفاده کرد در طی 5 ماه گذشته تغییر در عملکردش ایجاد نشد، در حالی که برخی از سیستم‌های دیگه خیلی ضعیف عمل کردن؟ چطوری یک معامله‌گر سیستمایی رو ایجاد میکنه که با احتمال بیشتری در جهت انتظارات عمل میکنن؟ این سوالات موجب یک مقدمه مناسب برای فصل 11 که همه این مسائل رو بررسی میکنه و درکتون رو از تفاوت بین نتایجی که ممکنه در بک تست به دست در واقع بیارید و اون چیزی که ممکنه در معاملات واقعی انتظارش داشته باشید افزایش میده. همچنین عوامل مؤثر بر اختلاف بین نتایج تست شده و نتایج معاملات واقعی رو بیان میکنه. میریم سراغ فصل 11. دروغ‌های لعنتی و بک تست ها. کلاهبردارا در گوشه‌های تاریک کمین کردن در انتظار یه بی‌احتیاطی تومه اونا نشید. سیستم استونهنج پلاس $5000 رو در مدت زمان 5 سال به $1,000,000 تبدیل کرده. استونهنج پلاس رو یه دانشمند ناسا به نام استاپندوس مگنیفیکاس کشف کرده که در فرآیند استفاده شده در پرتاب مارس روور برای معاملات جفت در سایپتا شده. این سیستم با دقتی بالای 90% توی 10 سال حتی 1 ماه رو ضرر نداده. فقط 100 نسخه از اون برای فروش قرار داده شده. این یه نمونه از تبلیغات فروشنده‌ای سیستمه. بیشتر کسایی که مدتی رو توی بازار گذرانده باشن با تبلیغات این شکلی مواجه شدن، اما خریدار باید آگاه باشه که کلاهبردارا برای جلب نظر مشتری به جدیدترین اختراعاتشون از تاکتیک‌های غیرمسئولانه بازاریابی و نتایج بک تست غیر واقعی استفاده می‌کنن. خیلی از این فروشنده‌های سیستم‌های تولید می‌کنن که میدونن هرگز به میزانی که تبلیغ می‌کنن سودآوری نداره. بیشترشون نتایج تست‌ها رو به عمد تغییر میدن تا سیستم‌های بهتری رو نشون بدن. همه فروشندگان تا این اندازه بی‌مران نیستن. بعضی از اونها سیستمایی ارائه میدن که از خوب کار کردنشون مطمئنن، ولی از چند مورد بی‌اطلاعن. مثل ناقص بودن روش‌های پایه این سیستم‌ها، محدودیت‌های موجود در تست بر روی داده‌های گذشته و اشتباهاتی که در استفاده از نتایج تست‌ها برای پیش‌بینی آینده اتفاق می‌افته. حتی معامله‌گرای بسیار با تجربه غالباً دلیل اینو نمیدونن که چرا سیستم‌هاشون در معاملات واقعی بسیار ضعیف‌تر از شبیه سازی با داده‌های گذشته عمل می‌کنن. اونا میدونن که این مسئله وجود داره و تاوان اون رو نیز میدن بدون اینکه دلیلش رو بدونن. 4 عامل اصلی تفاوت بین نتایج تست به روی داده‌های گذشته و معاملات واقعی به شرحیه که بهتون میگم. اثرات معامله‌گر. زمانی که در گذشته از یه روش خاص پول زیادی به دست اومده باشه، احتمال اینکه معامله‌گرای دیگه این مسئله رو متوجه بشن و از ایده‌های مشابه استفاده کنن افزایش پیدا میکنه و موجب میشه که شانس اینکه این روش مثل گذشته دیگه سودآور نباشه افزایش پیدا کنه. اثرات اتفاقات تصادفی. ممکنه که تست به روی داده‌های گذشته عملکرد بهتری و نسبت به معاملات اصلی نشون بده که میتونه فقط به دلیل اتفاقات تصادفی باشه و تناقض در بین‌سازی. تشخیص یک پارامتر خاص مثل انتخاب یک میانگین متحرک 25 روزه به جای میانگین متحرک 30 روزه ارزش پیشبینی بک تست رو کاهش میده و بیش برازش یا برازش منحنی. ممکنه سیستم اونقدر پیچیده بوده که ارزش پیش بینیش 0 باشه. اگه سیستم با داده‌های گذشته بیش از حد دقیق تنظیم بشه، تغییرات جزئی در رفتار بازار نتایج در واقع نتایج به شدت ضعیفی رو ایجاد میکنه.
اثر ناظر اما مفهومی در فیزیک به این معنی که برخی مواقع اندازه‌گیری یک پدیده بر اون اثر میذاره و شاهد با نظارت خودش آزمایش رو مختل میکنه. اتفاقات مشابهی نیز در معامله‌گری رخ میده، به این صورت که خود عمل معامله کردن موجب تغییر حالات اساسی بازار در جهت موفق شدن معامله پیش بینی شده میشه. من به این مسئله اثر معامله‌گر میگم. هر چیزی که با ثبات کافی تکرار بشه ممکنه توسط افراد دیگه‌ای که در بازار حضور دارن تشخیص داده بشه. خیلی از معامله‌گران میتونن استراتژی که قبلا عملکرد خوبی داشته رو تشخیص بدن و بدین ترتیب با افزایش تعداد معامله‌گران استفاده کننده از یک استراتژی خاص، اون استراتژی دیگه به خوبی گذشته کار نمیکنه. بیاید استراتژی شکست رو بررسی کنیم. اگه بدونید که قرار معامله‌گران بزرگ زیادی در نقطه شکست در بازار ضعیف خرید کنن، برای کسب سود چیکار میکنید؟ با کدوم استراتژی میتونید مثل چاپ کردن پول سود کنید؟ ممکنه شما نیز خریدهاتون رو در جهت معامله‌گران دیگه انجام بدین و به این ترتیب قیمت‌ها تا جایی افزایش پیدا کنن که معاملات معامله‌گرای بزرگ آغاز بشن. سپس میتونید پوزیشن‌های خودتون رو برای سودی تضمین شده به اونا بفروشید. در حقیقت شما قیمت رو به نحوی جابجا می‌کنید که از خریداران سود کسب کنید. تصور کنید که معامله‌گر طلا هستید. اگه بدونید که قرار خریدهای بزرگی از طرف ACME مثلا 1000 قرارداد طلا در قیمت $410 انجام بشه، چه کاری میتونید انجام بدین؟ اگه با خرید کافی به این نقطه توقف برسید، بعد از رسیدن به اون قیمت میتونید با فروش قراردادهاتون سود کنید. از یک طرف اگه قیمت از نقاط توقف خیلی دور باشه، برای حرکت بازار و رسیدن به نقاط خرید به پول بیشتری نیاز دارید. از طرف دیگه اگه قیمت نزدیک باشه، به طور مثال $408، میتونید با چند خرید متوالی با استفاده از سفارشات آنی قیمت رو به اندازه کافی بالا ببرید تا معاملات خرید ACME آغاز بشه. چون بلافاصله بعد از خرید فروش رو انجام میدین، ممکنه معنای شکستن رو تغییر بدین. قبل از اضافه شدن اثرات معامله‌گر، نقطه شکست به شکستن خط مقاومت تلقی میشد. بنابراین وقتی شکست رخ میده، احتمال حرکت مطلوب قیمت بسیار زیاده. ولی اگه خریدهای جدیدی فقط برای حرکت دادن بازار به اندازه‌ای که شکست رخ میده اضافه بشن، معنی شکست تغییر میکنه. این مفهوم رو با یه مثال خاص بررسی میکنم. فرض کنید که خریدارا قصد ندارن در قیمت $408 یا بالاتر خرید کنن، اما فروشندهایی هستن که میخوان 1000 قرارداد رو در هر قیمتی بالاتر از $409 بفروشن. این دستورات فروش به عنوان یک سقف عمل میکنه و از افزایش قیمت به بالاتر از $409 جلوگیری میکنه. قبل از اضافه شدن خریدهای شما، بازار از $410 فراتر نمیره و شکست اتفاق نمیفته. بنابراین در یک شبیه سازی سیستم مبتنی بر شکست که این معامله رو زیر نظر داره، شکستی رخ نداده و معامله ای انجام نمیگیره. حالا فرض کنید که در موقعیت مشابه وارد بازار شدین و اون 1000 قرارداد رو در قیمت متوسط $409 می‌خرید. در این قیمت فروشنده دیگه وجود نداره و مجبور میشید 100 قرارداد دیگر رو در $411 بخرید. این معامله باعث میشه که خریداری بزرگ خریدهای خودش رو آغاز کنه که در این زمان شما 1000 قرارداد رو در $411 بهش میفروشید. اون فکر میکنه قیمت خوبی نصیب شده. شما نیز معامله بسیار عالی انجام دادین. تنها کار باقی مونده خلاص شدن از اون 100 قرارداد اضافیه. از اونجایی که در قیمت اخیر خریداری وجود نداره، مجبورین 100 قرارداد رو در قیمتی پایینتر و در $407 بفروشید. ضررتون مقدار 100 ضرب در $4 در 100 قرارداد یا $40,000 خواهد بود، در صورتی که سودتون 100 ضرب در $2 در 1000 قرارداد خواهد بود که سود نهاییتون بدون در نظر گرفتن کمیسیون $160,000 میشه. برای کاری چند ثانیه‌ای به نظر من بد نیست. برای معامله‌گرای ACME که در نقطه شکست به دنبال برتری معاملاتی بودن، چه اتفاقی افتاد؟ اونا معامله بزرگی رو با دلیلی متفاوت از چیزی که در بک تست به دست آورده بودن آغاز میکنن. این نتیجه اثر معامله‌گره. یه مثال خاص از این موضوع سیستمیه که برای چند سال بسیار معروف بود، چون سالهای زیادی عملکردی عالی از خودش نشون داده بود. به همین دلیل کارگزاران بسیاری اون رو به مشتریانشون پیشنهاد می‌کردن. شنیدم که در یه زمان حدود چند صد میلیون دلار با این سیستم معامله میشد. کمی بعد از این که سیستم به بالاترین حد شهرتش رسید، کسایی که باش معامله میکردن با افت سرمایه‌ای طولانی مدت مواجه شدن که هم از نظر زمان و هم از نظر مقدار خیلی بیشتر و بلندتر از چیزی بود که در 20 سال اخیر توی بک تستا دیده شده بود. سیستم یک نقص اساسی داشت. اگه قیمت بسته شدن از یه حد خاص عبور میکرد، خرید یا فروشی در جهت بازگشایی قیمت در صبح روز بعد اتفاق میافتاد. از اونجا که سایر معامله‌گران سطوح قیمتی که در اونها معاملات آغاز میشد رو تشخیص داده بودند، ساده بود که در نقطه بسته شدن قیمت و پیش از باز شدن قیمت در صبح روز بعد خرید انجام بدن. سپس برای خروج از معامله بلافاصله بعد از باز شدن قیمت روز جاری فروش انجام میگرفت که به دلیل خریدهایی که شبانه مطابق با قوانین سیستم انجام شده بود، قیمت خیلی بالاتر بود. مالکان سیستم با به کار بردن سبدی از بازارهای غیر نقدی مثل چوب و پروپان که در حجم به نسبت کم تغییرات اندکی دارن، شرایط رو بدتر کردن و خیلی از کسایی که از این سیستم استفاده می‌کردن
این بازارهای غیر نقدی رو معامله کردن. مطمئنم که یکی از دلایل افت سرمایه بی سابقه و ناگهانی سیستم این نوع خریدهای پیش بینی شده بود که به شکلی مؤثر برتری معاملاتی رو در یک زمان از بین می‌برد. وقتی برای ریچ معامله می‌کردیم، برخی مواقع همگی در یک زمان وارد معاملات می‌شدیم. معامله‌گران می‌دونستند که وقتی سفارشاتی رو از ما دریافت کنن، این سفارشات به احتمال زیاد تا مدتی ادامه پیدا می‌کنند. به همین دلیل بارها معامله‌گران تالار بورس و کارگزاران بازار رو در جهت معاملات ما به حرکت در می‌آوردند. چون ما از سفارشات شرطی استفاده می‌کردیم. ریسک کمی بیشتر بود که البته دلیل استفاده ما از سفارشات شرطی هم همین بود، چون در اون موقعیت ممکن بود معاملات انجام نشه و مجبور بشیم زمان بیشتری منتظر باز شدن معاملات بمونیم. برخی مواقع که قصد خرید داشتم و میدونستم که بازار مستعد داشتن نقاطیه که اون رو در جهت پیشبینی ما به حرکت درآورد، سفارشاتی ساختگی در خلاف جهت ارسال می‌کردم. بعد از اون اگه بازار حرکت می‌کرد، سفارشات اصلی رو کنسل و سفارش‌های شرطی رو جایگزینش می‌کردم که خیلی به بازار نزدیک بود یا حتی سمت دیگه قیمت عرضه قرار داشت. برای مثال اگه می‌خواستم 100 قرارداد بخرم، اول یه سفارش فروش ساختگی ایجاد می‌کردم. اگه اون سفارش ساختگی فروش 100 قرارداد در قیمت $415 بود و قیمت تقاضا $410 و قیمت عرضه 412، وقوع این سفارش بازار رو تا قیمت تقاضای $405 و قیمت عرضه $408 به حرکت در می‌آورد. بعد سفارشات شرطی ساختگی رو کنسل و یه سفارش شرطی خرید توی $410 می‌ذاشتم که به احتمال زیاد این سفارش توی 408 یا $410 اجرا می‌شد که این قیمت اصلی ارزی پیش از اولین سفارش من بود. این کارو زیاد انجام نمی‌دادیم، فقط به اندازه‌ای که معامله‌گرای دیگر رو از حد زدن در مورد کاری که می‌خواستیم انجام بدیم دور کنه. این فریب‌ها فهمیدن روش کار ما رو برای رقبا سخت‌تر می‌کرد. کسایی که می‌خواستن بدونن ریچارد دنیس چطوری معامله می‌کنه، باز هم بیشتر سردرگم می‌شدن. بعضی از ما از توقف‌های کوتاه استفاده می‌کردن و بعضی توقف‌های بزرگتر، بعضی به طور دقیق در نقطه شکست می‌خریدن، بعضی بعد از اون و بعضی قبل از اون. در مجموع ابهامات زیادی رو ایجاد می‌کردیم تا اون بتونه با احساس بهتری معامله کنه. توجه داشته باشین که اثر معامله‌گر میتونه بدون هیچ تلاش آگاهانه‌ای از طرف معامله‌گرا برای جلو افتادن از سایرین رخ بده. اگه معامله‌گرای زیادی تلاش کنن تا از یه پدیده ایجاد شده در بازار بهره ببرن، باعث میشه برتری معاملاتی اون پدیده حداقل واسه یه دوره از بین بره، چرا که معاملاتشون موجب کمرنگ‌تر شدن این برتری میشه. این مشکل به ویژه در استراتژی آربیتراژ که در اون برتری معاملاتی به نسبت کوچیکه شایع‌تر خواهد بود. بیشتر معامله‌گران نمیدونن که اتفاقات تصادفی تا چه حد بر معاملاتشون اثر میذاره. یه سرمایه‌گذار معمولی این مطلب رو حتی کمتر از یه معامله‌گر معمولی میدونه. حتی بیشتر سرمایه‌گذارا بسیار با تجربه هم که باشن، که صندوق‌های حالا بازنشستگی و پوشش ریسک رو اداره میکنن، نیز وسعت این اثر رو نمیدونن. نتایج میتونن فقط بر پایه اتفاقات تصادفی به شکل قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشن. اگه در شبیه سازی داده‌های گذشته اتفاقات تصادفی وجود داشته باشه، باعث ایجاد تنوع بسیار زیادی توی در واقع شبیه سازی میشه. در ادامه به بررسی انواع اتفاقات تصادفی که ممکنه در معاملات بلند مدت اونم توی پیرو روند رخ بده پرداختم. در مبحث نسبت اج برای ورود تصادفی به معاملات خرید یا فروش از شبیه سازی کامپیوتری پرتاب سکه استفاده کردم. سیستم کامل ایجاد کردم که ورودهای تصادفی بر مبنای پرتاب سکه با خروج مبتنی بر زمان با محدوده تغییر روزها از 20 تا 120 روز رو در واقع با داده‌هایی که توی فصل دوم استفاده شدن اجرا کردم. در شبیه سازی با داده‌های 10 سال و نیم نتیجه بهترین تست سودآوری 16.9% بود که $1,000,000 رو به در واقع $5.5 میلیون تبدیل کرد. نتیجه بدترین تست نیز در این شبیه سازی ضرر 20% در هر سال بود و این مطلب نشون میده که فقط با در نظر گرفتن اتفاقات تصادفی واریانس مناسبی وجود خواهد داشت. اگه از برتری‌های معاملاتی کوچیک استفاده کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه سیستممون رو با اضافه کردن فیلتر روندی که در سیستم روند دانکن استفاده کردیم شبیه به یک سیستم در واقع پیرو روند کنیم و توی اون ورود به معاملات به شکلی تصادفی در جهت روند اصلی باشه چی میشه؟ پاسخهای این سوال جالبه، چون اگه بهترین نتیجه هر گروه از صندوق‌های پیرو روند رو بررسی کنید در میابید که واریانس عملکردشون خیلی زیاده. اگه عملکرد یه صندوق خاص خوب باشه، مدیر اون این موفقیت رو به دلیل استراتژی‌های برتر و اجرای صحیح اون استراتژی‌ها میدونه. عملکرد بهتر میتونه بیشتر به دلیل اثرات تصادفی باشه تا به دلیل استراتژی‌های بهتر. اگه وسعت تاثیر هر کدوم از اثرات تصادفی رو بر خروجی وقتی در نظر بگیرید که به در واقع برتری معاملاتی کوچیکی وجود داره، درک بهتری از این مطلب خواهید داشت. روش دیگه فهمیدن اثرات تصادفی نگاه کردن به وجودشون در طبیعت. هوش، قد بلند، توانمندی در ورزش، توانایی آواز خوندن، همه از نتایج اثرات تصادفیه. اگر یک ژن خوب صفت خاصی رو در نظر بگیریم،
یعنی پدر و مادر شما هر دوی اون صفت خوب رو داشته باشن، احتمال اینکه اون صفت رو در واقع داشته باشید از بسیاری از مردم بیشتره یا لااقل در سطح بالاتریه. اگه والدینتون هر دوتا قد بلند باشن به احتمال زیاد قد بلند میشین، اما هر چقدر از حد معمول کوتاه‌تر باشن احتمال اینکه شما از اونم کوتاه‌تر بشید بیشتره. توی علم ژنتیک یا آمار به این اتفاق بازگشت به میانگین یا اثر رگرسیون میگن. فردی که والدین قد بلند داره ژن قد بلندی در والدینش وجود داشته و خوششانسه که هر دو با هم ترکیب شدن، اما شخصی که ژن‌های خوششانسی داره میتونه ژن‌های خودش رو منتقل کنه ولی خوششانسی خودش رو نه. بنابراین فرزندی که از این والدین متولد میشه به احتمال زیاد شانسی متوسط خواهد داشت، چون احتمالاً فرزند همون آرایش ژن‌های خوششانسی والدین رو نخواهد داشت. اگه از معیارهای عملکرد برای تقسیم کردن گروهی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو بخش خوب و ضعیف استفاده کنید، به احتمال زیاد اثرات تصادفی رو در نظر میگیرید، چون تعداد معامله‌گران متوسط خوششانس بیشتر از معامله‌گران خوب بدشانسه. جامعه‌ای از 1000 معامله‌گر رو در نظر بگیرید که در بین اونها 5 یا 6 معامله‌گر عالی وجود داره. اگه 80% از این 1000 نفر معامله‌گرای متوسطی باشن، 5 یا 6 نفر از اونها در موقعیت بدشانسی و 800 نفر در موقعیت خوششانسی قرار میگیرن. اگه 2% از معامله‌گران به اندازه کافی خوششانس باشن که سابقه معاملاتی اونا در 10 سال عالی باشه، پس یک گروه 21 نفره عملکرد عالی دارن، یعنی فقط 1/4 از کسایی که معامله‌گران عالی هستند. زمان بیشتر به نفع معامله‌گرای عالیه تا معامله‌گران فقط خوششانس. 16 معامله‌گر که 10 سال رو با خوششانسی سپری کردن با گذشت 15 سال دیگه عملکردشون بعد متوسط نزدیک میشه. برعکس اگه فقط سابقه 5 ساله رو در نظر بگیرید، تعداد معامله‌گران به ظاهر عالی که در واقع فقط خوششانس هستن به سرعت زیاد میشن و به این دلیله که در دوره‌های اندازه‌گیری کوتاه‌تر میزان اثرات تصادفی نیز بسیار بیشتره. اگه بازه زمانی کوتاه‌تری رو در نظر بگیریم، به طور مثال از داده‌های 3 سال و نیم استفاده کنیم، واریانس چه تغییری میکنه؟ برای این بازه میانگین عملکرد سیستم با ورودی‌های تصادفی 35% با نسبت MAR 1.6 بود. سیستم‌های واقعی به مراتب بهترن. سیستم با 3 میانگین متحرک بازه 48.5% با نسبت MAR 1.5 رو داره. سیستم شکست بولینگر بازدهی 52.2% با نسبت MAR 1.54 داره. سیستم با 2 میانگین متحرک دارای بازدهی 49.7% و نسبت MAR 1.25. با توجه به تست‌های تصادفی در بین 100 تست انجام شده در شبیه سازی، چه تعداد معامله‌گر خوششانس مشخص شدن؟ چه تعداد از این بهترین عملکردهای سیستم رو فقط بر اساس شانس به دست آوردیم؟ 17 تست از 100 تست انجام شده نسبت MAR بهتر از 1.54 داشتن و از این 17 تست 7 تست بازدهی بالاتر از 52.2% داشتن. بازده بهترین معامله‌گر تصادفی 71% با افت سرمایه 34.5% و نسبت MAR 2.7% بود که دفعه بعد که خواستید به بررسی یه سابقه عملکرد 3 ساله با عملکرد عالی بپردازید، باید به همه این موارد فکر کنید. کلاهبردارا از روش‌های دیگه‌ای برای ایجاد نتایج غیر واقعی داده‌های گذشته استفاده می‌کنن و تعیین اونها به عمد سیستم‌هاشون رو دچار بیش برازش یا برازش مرحلی می‌کنن. بیش برازش معمولاً با تناقض بین‌سازی اشتباه گرفته میشه، اما اونا به مسائل متفاوتی توجه می‌کنن. بیش برازش زمانی رخ میده که سیستم بسیار پیچیده میشه. اضافه کردن قوانین به یک سیستم برای بهبود عملکرد گذشته اون امکان پذیره، ولی این اتفاق فقط به این دلیل رخ میده که این قوانین بر تعداد بسیار اندکی از معاملات مهم اثر میذارن. اضافه کردن این قوانین موجب بیش برازش میشه و این اتفاق به ویژه برای معاملاتی میفته که طی دوره‌های بحرانی نمودار سرمایه یک سیستم انجام میشن. برای مثال، قانونی که اجازه میده از یک معامله بسیار پرسود نزدیک به سقف خارج بشید موجب بهبود عملکرد میشه، اما اگه این قانون به موقعیت‌های دیگه اضافه نشه موجب بیش برازش میشه. من فروشندگان سیستم زیادی رو دیدم که بعد از یک دوره با عملکرد ضعیف از این تکنیک برای بهبود نتایج سیستماشون استفاده کردن. اونا برخی مواقع سیستم بهبود یافته جدید به عنوان ورژن های پلاس یا 2 سیستم های اصلی میفروشن. کسانی که در نظر دارن یک سیستم بهبود یافته این چنینی رو بخرن، باید به خوبی درباره اساس قوانینی که موجب بهبود شدن تحقیق بکنن و مطمئن بشن که سودشون از بیش برازش به دست نمیاد. من بررسی مثال‌هایی از یه پدیده رو که به سرحد نهایت خودش رسیده برای درک بهترش مفید میدونم. سیستمی رو نشون خواهم داد که به شکل نمایان داده ها رو بیش برازش میکنه. با یه سیستم بسیار ساده، یعنی میانگین متحرک دوگانه آغاز کرده و با اضافه کردن چند قانون داده ها رو بیش برازش میکنم. به یاد داشته باشید که این سیستم در 6 ماه اخیر افت سرمایه بسیار شدیدی داشته، بنابراین چند قانون جدید برای درست کردن این افت سرمایه و افزایش عملکرد به این سیستم اضافه میکنم.
وقتی افت سرمایه بعد خاصی رسید اندازه پوزیشن‌ها رو کم کرده و وقتی افت سرمایه تموم شد دوباره در اندازه معمول معامله میکنم. برای عملی کردن این ایده قانون جدیدی رو با 2 پارامتر جدید برای بینه‌سازی به سیستم اضافه میکنیم. یکی مقدار حجم کاهش داده شده و آستانه‌ای که در اون کاهش حجم اتفاق میفته. با بررسی نمودار سرمایه در واقع تصمیم گرفتم که برای محدود کردن افت سرمایه وقتی به افت سرمایه 38% رسیدم 90% پوزیشن‌ها رو ببندم. اضافه کردن این قانون سود رو بهبود میده و از 41.4% به 45 حدوداً میرسونه. همچنین افت سرمایه رو از 56 به 39 کاهش میده و نسبت MAR رو از 74 به 1.17 تغییر میده. ممکنه تصور کنید که این یک قانون عالیه و سیستم اکنون بسیار بهتر شده، اما این تصور کاملا اشتباهه. مشکل اینجاست که این قانون در کل زمان تست فقط یک بار استفاده میشه که اونم در آخرین مراحل تسته. من از دانش خودم در مورد نمودار سرمایه استفاده کردم تا قوانینی رو ایجاد کنم و به صورت عمدی سیستم رو با داده منطبق کنم. ممکنه بپرسید که این موضوع چه اشکالی داره؟ نمودار شکل ششم توی فصل 11 رو میتونید در نظر بگیرید که در اون آستانه افت سرمایه رو در زمانی تغییر دادیم که کاهش انجام میشه. همونطور که توی فصل دوم به طور خلاصه اشاره شد، افراد مایلند که برای تعداد اندکی نمونه از یک پدیده خاص اهمیت بسیار زیادی قائل باشند، در صورتی که از منظر آماری اطلاعات بسیار کمی از چند نمونه اندک از یک رویداد به دست میاد. این اولین دلیل بیش‌پرازشه. قوانینی که خیلی کم استفاده میشن موجب بیش‌پرازش سهوی میشه و به اختلاف در عملکرد بین بک‌تست‌ها و معاملات واقعی منجر میشن. در بسیاری از موارد این اتفاق سهوی رخ میده چون بیشتر افراد عادت ندارن به این موارد فکر کنن. یه مثال خوب اتفاقات فصلیه. اگه تغییرات فصلی داده‌های 10 ساله بررسی بشه، از اونجا که فقط داده‌های 10 سال گذشته در اختیار حداکثر 10 نمونه از پدیده فصلی خاص وجود داره. از لحاظ آماری یه نمونه 10 تایی بسیار کوچیکه، بنابراین تستایی که از این داده استفاده میکنن پیش بینی کننده خوبی از عملکرد آینده نیستن. بیایید قانونی رو در نظر بگیریم که این مفهوم رو نادیده گرفته و با استفاده از کامپیوتر در پیدا کردن بهترین روش بیش‌پرازش داده بهمون کمک میکنه. ممکنه متوجه بشید که ماه سپتامبر برای چند سال ماه بدی برای معامله بوده و سپس از قانونی استفاده کنید که با درصد خاصی اندازه پوزیشن‌ها رو در سپتامبر کمتر کنه. با در اختیار داشتن کامپیوتر میتونید هر نوع دوره بد فصلی و جستجو و اندازه پوزیشن‌های خودتون رو در اون دوره‌ها کاهش بدین. من این کار رو برای سیستم این فصل از کتاب انجام دادم و 4000 تستی رو اجرا کردم که در ابتدای هر ماه کم کردن تعداد پوزیشن‌ها رو بررسی می‌کردن. سپس اندازه پوزیشن‌ها رو با درصد خاصی برای تعداد روز مشخصی کاهش دادم و بعد از اون با گذشت اون تعداد روز پوزیشن‌ها رو به اندازه قبلی برگردوندم. 2 دوره این چنینی رو در داده‌های 10 سال مورد بررسی پیدا کردم. اگه کسی برای 2 روز اول سپتامبر و 25 روز اول ژولای تا 96% پوزیشن‌ها رو کمتر کنه، نتایج بهتری رو به دست میاره. اما چقدر بهتر؟ اضافه کردن این قانون سود رو از 45.7% به 58% بهبود بخشیده و افت سرمایه رو از 39% کمی بالاتر برده و به 39% میرسونه، در حالی که نسبت MAR از 1.17 به 1.48 تغییر میکنه. در اینجا دوباره فکر می‌کنیم این یک قانون عالیه و سیستممون بسیار بهتر شده. متاسفانه این قانون فقط به دلیل افت‌های قابل توجه سرمایه طی دوره‌های گذشته کار میکنه، نه به دلیل جادویی بودنش. احتمال اینکه افت‌های سرمایه در همون تاریخ‌ها در آینده دوباره رخ بدن بسیار کمه. این مثالی از بدترین نوع بیش‌پرازشه. اما تعجب میکنید اگه بدونید چه تعداد افراد باهوش ناآگاه در این تله گرفتار میشن. اگه این مطلب رو ندونید ممکنه فکر کنید که سیستم برای شروع معاملات به اندازه کافی خوبه. حتی ممکنه با تعریف از این سیستم اعجاب انگیز و نتایجش از دوستان و آشنایانتون سرمایه جذب کنید. مشکل اینجاست که سیستمی در اختیار دارید که سودش 41% نه 58% و افت سرمایه‌اش 56% نه 39 و نسبت MARش 74 نه 1.48. از عملکرد واقعی ناامید میشید، چرا که با بهبودهای ساده برازش منحنی گمراه شدین. در ادامه در مورد راه‌های جلوگیری از مشکلات مطرح شده در این فصل صحبت می‌کنیم و در صفحات بعدی شرح دادم که وقتی با این سیستم اثرات معامله‌گر رو در واقع حداقل کنید، اثرات تصادفی رو تشخیص میدین، بهینه‌سازی مناسبی انجام میدین و از بیش‌پرازش داده‌های گذشته دوری می‌کنید. چه موفقیت‌هایی که کسب نمی‌کنید. با شروع به فصل 12 یعنی پایه‌ای مستحکم در خدمت شما هستیم. معامله با روش‌های ضعیف مثل یادگیری شعبده بازی، موقعی که توی قایقی در طوفان ایستادین، این کار میتونه انجام بشه، اما بسیار آسان‌تره که اگر در خشکی انجام بشه.
حالا که برخی از روش‌های اصلی رو که میتونن به نتایج نادرست بک تست منجر بشن شناختید، شاید بپرسید چطوری میتونم موفقیت‌هایی که ممکنه به دست بیارم تعیین کنم، یا چطوری میتونم از مشکلات توصیف شده توی فصل 11 دوری کنم، یا چطوری میتونم روش درست رو امتحان کنم. این فصل در مورد اصول کلی انجام بک تست مناسب بحث میکنه. درک کاملی از دلایل اساسی خطاهای پیشبینی بک تست مطرح شده در فصل 11 پیش نیاز مهمی واسه این فصل محسوب میشه. بنابراین اگه بار اول اون فصل رو به صورت سطحی خوندین، بهتره که دوباره اون رو به دقت مطالعه کنید. با بررسی نتایج شبیه سازی داده‌های گذشته در بهترین حالت میتونید حسی مبهم از آینده داشته باشید. خوشبختانه حتی وجود یه حس مبهم میتونه به اندازه کافی برتری معاملاتی برای کسب سود زیاد فراهم کنه. برای درک عواملی که بر حاشیه خطا یا درجه مبهمی از ایده‌هاتون اثر میذاره، باید به چند مفهوم اساسی آمار که پایه تست داده‌های گذشته هستن نگاهی بندازین. من طرفدار البته کتاب پر از فرمول و توضیحات طولانی نیستم و سعی میکنم فرمولای ساده‌تر و یه توضیحات روشنی داشته باشم. تست مناسب مفاهیم آماری تاثیرگذار بر توانایی توصیفی تست ها و همچنین محدودیت های ذاتی اون توصیف ها رو در نظر میگیره. تست نادرست میتونه شما رو نسبت به نتایج تست بیش از حد مطمئن کنه، در حالی که در عمل نتایج تست ارزش پیش بینی کمی دارن. توی فصل 11 در مورد خیلی از دلایلی که چرا شبیه سازی داده گذشته بهترین تخمین تقریبی برای آینده هستن مطالبی بیان شد. این فصل نشون میده که چطوری میشه توانایی پیش بینی تست افزایش داد و به بهترین تخمین ممکن رسید. بخشی از آمار که به استنتاج با نمونه‌گیری از جمعیت مربوط میشه، اساس پتانسیل پیش بینی تست از طریق داده‌های گذشته است. ایده اصلی اینه که اگه نمونه‌ای به اندازه کافی بزرگ داشته باشید، میتونید از معیارهای ساخته شده با اون نمونه استفاده کنید تا به محدوده‌های احتمالی اندازه‌های کلی جمعیت پی ببرید. بنابراین اگر به یک نمونه به اندازه کافی بزرگ از معاملات گذشته برای یک استراتژی خاص نگاه کنید، میتونید نتایج مربوط به عملکرد احتمالی آینده این استراتژی رو مجسم کنید. این همون بخش آماره که تحلیلگر برای نتیجه‌گیری در مورد رفتار یک جمعیت بزرگتر استفاده میکنه. اندازه نمونه و درجه شباهت نمونه به جمعیت کل دو عامل اصلی هستند که بر اعتبار آماری نتیجه‌گیری‌های حاصل از نمونه‌ای از جمعیت تأثیر می‌ذارن. خیلی از معامله‌گرا و تست کنندگان سیستم‌های جدید حجم نمونه رو در یک سطح مفهومی درک می‌کنند، اما بر این باورن که فقط به تعداد معاملات در یک تست اشاره داره. اونا نمی‌دونن که اگه قوانین یا مفاهیم خاص فقط بر تعداد اندکی از این معاملات اعمال بشه، اعتبار آماری تست‌ها می‌تونه کاهش پیدا کنه، حتی اگر هزاران معامله تستی هم انجام بشه. دوستان، اونا اغلب این ضرورت رو نادیده می‌گیرن که یه نمونه باید نماینده جمعیت بزرگتر باشه، چون بدون در نظر گرفتن برخی تحلیل‌های ذهنی این مسئله سخت به نظر میرسه. اینکه گذشته نماینده آینده است فرضی اساسیه که یه تست کننده سیستم بهش عقیده داره. در صورتی که این موضوع صحیح باشه و نمونه‌ای به اندازه کافی بزرگ وجود داشته باشه، میتونیم نتایج رو از گذشته استنتاج و اونا رو در آینده به کار ببریم. اگه نمونه مورد بررسی نشون دهنده آینده نباشه، تست مفید نیست و چیزی درباره عملکرد احتمالی آینده سیستم ارائه نمی‌کنه. بنابراین این فرض حیاتیه. اگه نمونه 500 نفری برای تعیین رئیس جمهوری جدید کافی باشه و احتمال حاشیه خطا با استفاده از یه نمونه 2% باشه، آیا انتخاب 500 شرکت کننده در کنوانسیون ملی دموکراتیک میتونه در مورد همه جمعیت رای دهنده‌ها نظری ارائه بده؟ به طور قطع نمیتونه، چون این نمونه نماینده جمعیت کل نیست و فقط دموکرات‌ها رو شامل میشه، در حالی که جمعیت واقعی رای دهندگان در ایالات متحده شامل جمهوری‌خواهان زیادیه که در نمونه گنجانده نشدن. جمهوری‌خواهان به احتمال زیاد برخلاف نمونه‌گیری انجام شده عمل می‌کنند و به شخص دیگه‌ای رای میدن. حتی با نمونه‌گیری اشتباه مثل این مثال پاسخی دریافت می‌کنید و ممکنه این پاسخ دلخواهتون باشه ولی لزوماً پاسخ صحیح نیست. تحلیلگران درک می‌کنن که درجه شباهت یک نمونه با جمعیت کل یک موضوع کلیدیه. تحلیل‌های انجام شده بر اساس نمونه‌هایی که نماینده درستی برای جمعیت نیستن دقیق نبوده و تحلیلگران به دلیل انجام این تحلیل‌های نادرست اخراج میشن. این موضوع در معاملات نیز یه مسئله کلیدیه. متأسفانه برخلاف تحلیلگران که نمونه‌گیری آماری رو درک می‌کنن، معامله‌گران اون رو درک نمی‌کنن. این مسئله احتمالاً بیشتر زمانی دیده میشه که معامله‌گران معاملات یا بک تست‌ها رو با داده‌های گذشته بسیار نزدیک بررسی می‌کنن. این مثل تحلیل کنوانسیون دموکراته. مشکل تست در یک دوره کوتاه مدت اینه که ممکنه بازار در اون دوره فقط در یک یا دو حالتی که در فصل دوم توصیف شد قرار داشته باشه. مثلا فقط در حالت بدون روند و نوسانی که در اون استراتژی بازگشت به میانگین و خلاف روند به خوبی کار میکنن. اگه بازار تغییر وضعیت بده، ممکنه روش‌های تست شده نیز به خوبی کار نکرده و حتی ممکنه باعث بشن که معامله‌گر سرمایه‌اش رو از دست بده. بنابراین تست باید به شیوهی انجام بشه که شباهت معاملات انجام شده در تست و در آینده رو به حد اکثر برسونه. با انجام تست سعی بر اینه که عملکرد نسبی تعیین بشه، همچنین عملکرد بالقوه آینده
ارزیابی شده و شایستگی یک ایده خاص مشخص بشه. یکی از مشکلات این فرآیند اینه که معیارهای عملکرد پذیرفته شده عمومی خیلی پایدار نیستن، یا به عبارتی اونا به اندازه کافی قوی نیستن. این امر باعث میشه که ارزیابی نسبی شایستگی یک ایده دشوار بشه، چون تغییرات کوچیک در چند معامله میتونه تأثیر زیادی بر مقدار این معیارهای ناپایدار داشته باشه. اثر بی‌ثباتی معیارها به گونه‌ایه که میتونه موجب بشه یه ایده شایسته‌تر از چیزی که واقعا هست در نظر گرفته بشه، یا یه ایده شایسته به دلیل بررسی با معیارهای ناپایدار به اشتباه نادیده گرفته بشه. به معیاری پایدار گفته میشه که تغییر یه بخش کوچیک از مجموعه داده‌ها اون معیار رو به میزان قابل توجهی تغییر نده. معیارهای موجود بیش از حد به تغییر در داده‌ها حساسن. این یکی از دلایلیه که در انجام شبیه‌سازی داده‌های گذشته برای تحقیق بر روی سیستم‌های معاملاتی، تغییرات اندک در مقدار پارامترها باعث تغییرات نسبتاً بزرگی در برخی از معیارها میشه، چون معیارها پایدار نیستند و به عنوان مثال به بخش‌های کوچیکی از داده‌ها حساسن. هر چیزی که روی اون بخشای کوچیک تاثیر بذاره میتونه بر نتایج تاثیر زیادی داشته باشه. این باعث بیش برازش میشه و سبب میشه خودش رو با نتایجی گول بزنه که با واقعیت مطابقت نداره. در تست کردن روش لاک‌پشت اولین گام اینه که با پیدا کردن معیارهای عملکردی که پایدار باشن و به تغییرات کوچیک در داده‌های پایه حساس نباشن به این مسئله رسیدگی کنید. یکی از سوالاتی که بیل اکارت توی مسابقه اولی از من پرسید این بود: آیا میدونید برآوردگر آماری پایدار چیه؟ چند ثانیه خیره شدم و گفتم من نظری ندارم. حالا میتونم به این سوال پاسخ بدم. شاخه‌ای از ریاضیاتی که به موضوع اطلاعات ناقص و فرضیات ضعیف رسیدگی میکنه. این شاخه آمار پایدار نامیده میشه. از پرسش بیل روشنه که اون به ماهیت ناقص تست و تحقیقی مبتنی بر داده‌های گذشته همچون علوم ناشناخته احترام میذاشت. این نگرش در اون زمان نادر بود و هنوزم نادره. من فکر میکنم این یکی از دلایلیه که بیل طی سالهای متمادی عملکرد معاملاتی بسیار عالی داشته. پیشتر از نسبت MAR درصد CAGR نسبت شارپ به عنوان معیارهای عملکرد مقایسه‌ای استفاده کردیم. این معیارها پایدار نیستن چون به تاریخ شروع و پایان تست خیلی حساسن. این موضوع به ویژه برای تست‌های کمتر از 10 سال صدق میکنه. فرض کنید که برای یک تست تاریخ‌های شروع و پایان رو برای چند ماه تنظیم میکنیم. حال ببینیم چه اتفاقی میفته. برای نشون دادن این اثر، تاریخ شروع اجرای تست رو 1 فوریه 1996 به جای 1 ژانویه و تاریخ پایان تست رو 30 آوریل به جای 30 ژوئن 2006 در نظر میگیریم. در واقع آغاز اجرای تست رو 1 ماه و پایانش رو 2 ماه جابجا میکنیم. تست سیستم میانگین متحرک سه‌گانه با تاریخ‌های اصلی بازده 43% نسبت MAR 1.39 و نسبت شارپ 1.25 داشت. با تاریخ‌های شروع و پایان اصلاح شده بازده به 46% نسبت MAR به 1.60 و نسبت شارپ به 1.37 افزایش یافت. این در واقع تست سیستم شکست کانال ATR با تاریخ‌های اولیه بازده 51% نسبت MAR 1.30 و نسبت شارپ 1.40 نشون داد. حالا با داده‌های اصلاح شده بازده به 54% حدوداً نسبت معیار به 1.50 و نسبت شارپ حدوداً 1.47 افزایش یافت. ما این حساسیت رو در بین همه این سه معیار مشاهده می‌کنیم چون سود در محاسبه نسبت معیار و نسبت شارپ به عنوان مؤلفه صورت کسر در نظر گرفته میشه و سود به تاریخ‌های شروع و پایان حساسه. وقتی که افت سرمایه در نزدیکی آغاز یا پایان یک تست رخ میده، حداکثر افت سرمایه نیز میتونه به تاریخ‌های شروع و پایان تست حساس باشه. این امر باعث ایجاد حساسیت ویژه‌ای در نسبت معیار میشه، چون از دو جزئی تشکیل شده که هر دو به تاریخ شروع و پایان حساسن. بنابراین اثر این تغییر در محاسبه این نسبت چند برابر میشه. دلیل حساسیت درصد CAGR به تغییر تاریخ‌های شروع و پایان تست اینه که شیب خط صافی نشون میده که از شروع تست تا پایان تست روی یه نمودار لگاریتمی کشیده میشه. تغییر تاریخ‌های شروع و پایان میتونه شیب اون خط رو به طور قابل توجهی تغییر بده که توی شکل 1 از فصل 12 این اثر رو نشون میده. معیاری بهتر برای شیب رگرسیون خطی ساده از تمام نقاط هر خطه. برای خواننده‌ای که علاقه‌ای به ریاضی ندارن باید بگم رگرسیون خطی نامی فانتزی برای چیزیه که گاهی اوقات بهترین خط مناسب نامیده میشه. بهترین شیوه برای درک این موضوع اینه که خط مستقیمی رو تصور کنید که از وسط تمام نقاط میگذره، مثل اینکه نمودار رو بکشید و بدون تغییر کلی در جهت نمودار همه برجستگی‌ها رو با کشیدن به انتهای اون حذف کنید. این خط رگرسیون خطی و بازده اون یک معیار جدید ایجاد میکنه که من اون رو بازده سالانی رگرسیونی یا به اختصار کوتاه‌تر درصد RAR مینامم. این معیار به تغییرات داده‌های پایان تست حساسه. با مقایسه مشابهی که پیشتر انجام دادیم میتونیم ببینیم که معیار درصد RAR
نسبت به تغییر تاریخ‌های تست حساسیت کمتری داره، چون شیب دو خط تقریباً یکسانه. درصد RAR برای تست اصلی 54.67% در حالی که برای تاریخ‌های تغییر داده شده 54.78%. به عبارتی فقط 11% تغییر کرده. معیار درصد CAGR با تغییر از 43.2 به 46.2 افزایش داشت. برای این تست درصد CAGR نسبت به تغییرات تاریخ‌های پایانی تقریباً یه چیزی حدود فکر می‌کنم 3 برابر حساس تر بود. بازه میانگین ماهانه استفاده شده در نسبت شارپ نیز به این تغییرات حساسه، چون با حذف 3 ماه بعد از داده‌های پایانی تست میانگین بازه تغییر می‌کنه، اگرچه تاثیرپذیری میانگین بازه کمتر از درصد CAGR. یه معیار بهتر برای استفاده در صورت کسر میتونه درصد RAR باشه. همونطور که پیشتر گفته شد، مؤلفه حداکثر افت سرمایه نسبت MAR نیز به تغییرات تاریخ‌های شروع و پایان تست حساسه. اگه بزرگترین افت سرمایه در نزدیکی هر دو طرف پایانی تست باشه، معیار عملکرد MAR به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار میگیره. حداکثر افت سرمایه نقطه واحد در منحنی سرمایه است، بنابراین با حذف اون اطلاعات ارزشمندی از دست میره. معیاری بهتره که شامل افت‌های سرمایه بیشتری باشه. معامله کردن با سیستمی که 5 افت سرمایه بزرگ 32, 34, 35, 35 و 36% داشته باشه سخت‌تر از معامله کردن با سیستمی که افت‌های سرمایه 20, 25, 26, 29 و 36% داره. علاوه بر این، میزان افت سرمایه فقط یک جنبه اونه. به طور مثال همه افت‌های 30% یکسان نیستن. برای من افت سرمایه‌ای که فقط 2 ماه تا رسیدن به نزدیکی سقف‌های جدید طول می‌کشه اهمیتی نداره، در حالی که افت سرمایه‌ای که 2 سال طول می‌کشه تا به سقف‌های جدید برسه اهمیت داره. زمان بازیابی یا طول افت بسیار مهمه. برای در نظر گرفتن همه این عوامل، من یه معیار ریسک به سود جدید ایجاد کردم که اون رو نسبت پایدار ریسک به سود می‌نامم. همچنین دوست دارم اون رو RCUBED نامگذاری کنم، چون هنوز بارقه‌های کمی از مهندسی در من وجود داره و انجام چنین کارهایی رو دوست دارم. RCUBED از درصد RAR در صورت کسر و از یه معیار جدید در مخرج کسر استفاده میکنه که اون رو میانگین حداکثر افت سرمایه با طول تنظیم شده نامیدم. 2 مؤلفه برای این معیار وجود داره: میانگین حداکثر افت سرمایه و تنظیم طول. میانگین حداکثر افت سرمایه از جمع 5 افت سرمایه بزرگ و تقسیم حاصل بر 5 محاسبه میشه. حالا اگه طول میانگین حداکثر افت سرمایه رو بر 365 تقسیم کنیم و سپس حاصل رو در میانگین حداکثر افت سرمایه ضرب کنیم، طول تعدیل شده به دست میاد. طول میانگین حداکثر افت سرمایه با استفاده از الگوریتم مشابه محاسبه میشه. یعنی طول 5 افت سرمایه‌ای رو که طولانی ترین هستن با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم میکنیم. بنابراین اگه درصد RAR 50% باشه و میانگین حداکثر افت سرمایه 25% و طول میانگین حداکثر افت سرمایه 1 سال یا 365 روز باشه، مقدار RCUBED 2 میشه که از فرمول در واقع 25 ضرب در 365 تقسیم بر 365% به 50% به دست میاد. RCUBED یه معیار ریسک به سوده که هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ مدت برای ریسک محاسبه میشه. این کار رو با استفاده از معیارهایی انجام میدم که به تغییرات تاریخ شروع و پایان تست کمتر حساسن. این معیار پایدارتر از نسبت معیاره. به عبارت دیگه، زمانی که تغییرات جزئی در تست ایجاد میشه احتمال تغییرش کمتره. برای محاسبه نسبت شارپ پایدار، انحراف معیار بازه ماهانه رو سالانه کرده و درصد RAR رو برای اون در واقع تقسیم میکنیم. به همون دلیلی که حساسیت درصد RAR نسبت به درصد CAGR کمتره، این معیار نیز به تغییرات در مجموعه داده حساسیت کمتری داره. جدول یکم توی فصل 12 نشون میده که چطوری معیارهای پایدار نسبت به تغییرات در تاریخ پایان تست کمتر حساسیت دارن. همونطور که توی جدولم نشون داده شده و میتونید ببینید توی کتاب، معیارهای پایدار نسبت به معیارهای موجود حساسیت کمتری نسبت به تغییرات دارن. معیار RCUBED به افزودن یا حذف کردن افت‌های بزرگ سرمایه حساس، اما در مقایسه با نسبت معیار حساسیت کمتری داره. در معیار RCUBED تاثیر یک افت سرمایه با استفاده از فرآیند میانگین سازی کم میشه. همه معیارهای پایدار نسبت به همتاشون بسیار کمتر تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفتن. اگر این تست حداکثر افت سرمایه رو تغییر نداده باشه، معیار RCUBED همون 14% تغییری رو نشون میده که برای درصد RAR اتفاق افتاد و تفاوت بین معیارها چشمگیرتر میشه، چرا که معیار تغییری 5% داشته و معیار RCUBED 14% تغییر کرده. مثالی دیگر رو میشه در مقایسه عملکرد یکسان 6 سیستم پایه‌ای فصل هفتم دید که نشون میده چگونه معیارهای پایدار بهتر عمل میکنن. به یاد بیارید زمانی که داده‌های 5 ماه یعنی از جولای تا نوامبر 2006 رو وارد کردیم، چگونه عملکرد به طور قابل توجهی
کاهش یافت. جدول‌های 2 از فصل 12 و 3 از فصل 12 نشون میدن که معیارهای پایدار در شرایط نسبتاً نامطلوب اونم توی چند ماه آخر بسیار بهتر عمل کردن. جدول 2 از فصل 12 میزان تغییرات درصد RAR رو در مقایسه با میزان تغییرات درصد CAGR برای این سیستم ها نشون میده. در این دوره زمانی درصد RAR کمتر از 1/6 نسبت به درصد CAGR تغییر کرده. این نشون میده که معیار درصد RAR بسیار پایدارتر از درصد CAGR، به این معنی که در معاملات واقعی در طول زمان باثبات‌تر خواهد بود. همین هم برای معیار ریسک به سود RCUED در مقایسه با پسرعموی ناپایدارش یعنی نسبت معیار صدق میکنه. توی جدول سوم از فصل 12 درصد تغییرات RCUBD در مقایسه با درصد تغییر نسبت معیار برای این سیستم ها بیان شده. دو تا عامل اصلی تعیین میکنن که چطوری معاملات نمونه و نتایج تست بیانگر آیندن. یکیش تعداد بازاره. تستایی که در تعداد بیشتری از بازارها اجرا میشن با احتمال بالاتری شامل حالتهای مختلف نوسانی و روندار هستند. یکیش هم مدت زمان تسته. تستای اجرا شده طی دوره‌های طولانی مدت حالتهای بیشتری از بازار رو در بر میگیرن و به احتمال زیاد شامل بخشایی از گذشتن که نمایانگر آیندن. توصیه میکنم با همه داده‌هایی که به اون دسترسی دارید تستا رو انجام بدین. هزینه به دست آوردن اطلاعات بسیار کمتر از ضرر کردن با سیستمیه که به اندازه کافی تست نشده. مفهوم اندازه نمونه، خب مفهومش ساده است. برای ایجاد استنتاج آماری معتبر به یک نمونه به اندازه کافی بزرگ نیاز دارید. نمونه کوچکتر تخمین ضعیف‌تر این استنتاج ها رو ارائه میده و نمونه بزرگتر تخمینی بهتر. تعداد جادویی هم وجود نداره. هرچه تعداد بیشتر باشه بهتره. اندازه نمونه کمتر از 20 درجه خطا رو خیلی زیاد میکنه و اندازه نمونه بیشتر از 100 معمولا ارزش پیش بینی بالایی داره. اندازه نمونه چند صد تایی به احتمال زیاد برای بیشتر تستا کافیه. در مورد اینکه نمونه مورد نظر چقدر باید بزرگ باشه، حالا فرمول ها و روش های خاصی وجود دارن که جواب های خاصی نیز ارائه میدن، اما متاسفانه این فرمول ها برای انواع دادایی که در معامله باشون مواجه میشید طراحی نشدن، به ویژه در جایی که در واقع توضیح خوبی از نتایج بالقوه وجود ندارن، مثل توضیح قد زنان که توی حالا شکل سوم از فصل 4 مطرح شد. دو عادت رایج که مشکل اندازه کوچیک نمونه ها رو حادتر میکنن، بهینه‌سازی فقط یک بازار و ساخت سیستم های بیش از حد پیچیده است. بهینه‌سازی فقط یک بازار برای روش های بهینه‌سازی که برای هر بازار به طور جداگانه انجام میشن تست کردن با تعداد نمونه کافی سخته، چون یک بازار فرصت های معاملاتی بسیار کمتری ارائه میده. اما سیستم های پیچیده قواعد بسیاری دارن و تعیین این که یک قاعده خاص چند بار میتونه تاثیر بذاره یا چه میزان اثر داره دشواره، بنابراین سخته. به اعتبار آمار توصیفی تست های اطمینان کنید که با استفاده از یک سیستم پیچیده در واقع اجرا میشن. به این دلایل من بهینه‌سازی فقط یک بازار رو توصیه نمی‌کنم و ایده‌های ساده‌ای رو پیشنهاد می‌کنم که معنای آماری قوی‌تری دارن. شاید یکی از جالب‌ترین سوالات در این زمینه این باشه که چطوری میتونید تشخیص بدین در معاملات واقعی به چه چیزی میرسید. پاسخ به این سوال زمانی درسته که عوامل تاثیرگذار بر بد شدن عملکرد سیستم نیاز به معیارهای پایدار و لزوم استفاده از تعداد کافی نمونه‌های مناسب رو درک کنید. سپس میتونید به تاثیر احتمالی تغییر بازار و این مسئله فکر کنید که چطوری حتی بهترین سیستمایی که معامله‌گری با تجربه اون رو ساختن ممکنه در نتیجه خودشون دچار نوسان بشن. اگه سیستمی در گذشته عملکرد خوبی داشته، ممکنه تصادفی بوده یا شرایط بازار برای اون سیستم ایدئال بوده باشه. عموما سیستمایی که پیشتر خوب بودن دورهای سختی و پشت سر خواهند گذاشت. انتظار نداشته باشید که اون عملکرد شانسی در آینده تکرار بشه دوباره. البته احتمال رخ دادنش وجود داره، ولی خب روش حساب نکنید و حتی ممکنه دوره‌ای رو تجربه کنید که عملکردش کمی ضعیف‌تر از قبل هم بشه. و اما رمزگشایی پارامتر یه تمرین بسیار خوب که قبل از انجام معامله با هر سیستمی باید انجام بشه. چیزی که من بهش رمزگشایی پارامتر میگم، چند پارامتر سیستم رو به میزان قابل توجهی مثلا 20 تا 25% مقدار اصلی تغییر بدید. نقطه‌ای رو انتخاب کنید که بسیار پایین‌تر از نمودار بهینه شکل 1 و یا 2 فصل 12 باشه. به نتایج این تست دقت کنید. برای بررسی این موضوع با استفاده از سیستم شکست بولینگر مقدار بهینه 350 روز و -8 برای حد خروج رو به 250 روز و 0 تغییر دادم. این کار درصد RAR رو از 59 به 58% و مقدار RCUBD رو تغییرات دیگه میده و کاهش میده که تغییر نسبتاً چشمگیری هم هستش. این همون تغییر قابل توجهیه که با فراتر رفتن از تست به روی دادای گذشته و رسیدن به معاملات واقعی بازار میشه انتظار داشت. استفاده از پنجره‌های بهینه‌سازی چرخان تمرین دیگه که تجربه شبیه به رفتن از تست به معاملات واقعی رو ایجاد میکنه. برای این کار تاریخی مثلا 8 تا 10 سال پیش رو انتخاب کرده و سپس با تمام داده‌های قبل از اون تاریخ و با فرض اینکه فقط داده‌های تا اون تاریخ رو در اختیار دارید، بهینه‌سازی معمولتون رو انجام بدین. وقتی که مقادیر بهینه پارامترها رو به دست آوردین، شبیه سازی با داده‌های 2 سال بعد از اون و با اون پارامترها اجرا کنید. عملکرد چند سال بعد چطوریه؟
این روال برای تاریخی بعد از اون مثلا 6 تا 8 سال گذشته انجام بدین. مقایسه این فرایند با تست اصلی شما و اولین پنجره چرخان چطوریه؟ مقایسهش با تستی که با مقادیر اصلی پارامترهای شما انجام شده چطوریه و با مقادیر بهینه شده با استفاده از همه داده‌های موجود چطوریه؟ این فرایند رو تا رسیدن به زمان حال ادامه بدین. حالا واسه توضیح این مطلب سیستم شکست بولینگر رو به شکلی بهینه کردم که محدوده هر یک از پارامترها بزرگ باشه. سپس تنظیمات بهینه رو بر مبنای موقعیت بهینه نزدیک نقطه‌ای که حداکثر مقدار RCUBD به دست بیاد انتخاب کردم. این بهینه سازی رو برای 5 تست مجزای 10 ساله اجرا کردم. حالا جدول 4 از فصل 12 عملکرد بهینه سازی چرخان رو برای سال بعد از دوره در واقع شامل میشه. همون گونه که در جدول میبینید توی کتاب اگه نگاه کنید، با توجه به مقدار تست شده برای هر دوره چرخان عملکرد بسیار متفاوته. همچنین مقادیر بهینه نیز برای هر دوره زمانی تست شده متفاوته. این موارد اشتباه بودن فرآیند تست و تغییر پذیر رو نشون میدن که در زمان عبور از تست به سمت معاملات واقعی باش در واقع ما مواجه خواهیم شد. یکی از راه‌های تشخیص قدرت یک سیستم و پاسخ به سوالاتی چون اگر گذشته فقط کمی متفاوت بود چی میشد و آینده چی میشه شبیه سازی مونت کارلوه. با استفاده از داده‌های واقعی قیمت‌های گذشته ممکنه این روش رو به عنوان راهی برای ایجاد جهان‌های جایگزین کمی متفاوت در نظر بگیرید. شبیه سازی مونت کارلو به یک کلاس کلی از روش‌های گفته میشه که یک پدیده خاص رو با استفاده از عدد تصادفی بررسی میکنن. به خصوص بیشترین کاربرد رو در بررسی پدیده‌هایی داره که توصیفشون با ریاضیات سخت میتونه غیر ممکن باشه. دانشمندانی که بمب اتم رو ساختن در طول پروژه منهتن از این روش استفاده کردن. اون دانشمندا سعی می‌کردن از خصوصیات شکافتی اورانیوم رو تشخیص بدن تا بتونن مقدار اورانیوم مورد نظر برای ساخت یک بمب اتم رو به دست بیارن. اورانیوم غنی شده فوق‌العاده گران بود و همه تهیه اون رو برای سعی و خطا سخت می‌کرد. و جدا از بحث مالی اگر به دلیل کمبود مقدار اورانیوم بمب منفجر نمی‌شد ممکن بود ماها زمان از دست بدن. به همین ترتیب اگر مقدار اورانیوم مورد نیاز رو بیشتر از مقدار لازم تخمین می‌زدن ممکن بود ماه‌ها به زمان تستشون اضافه بشه. غیر ممکن بود بتونن فعل و انفعالات پیچیده اتم‌های اورانیوم در درون بمب رو با روش‌های متداول اون زمان به صورت دقیق مدل سازی کنن، چرا که به منابع محاسباتی نیاز بود که در اون زمان در دسترس نبود. اونا برای محاسبه مقدار اورانیوم مورد نیاز باید درصد نوترون‌های منتشر شده در زمان شکافت اتم رو که منجر به شکافت اتمی دیگه میشد مشخص می‌کردن. بازارها حتی از واکنش‌های شکافت هسته‌ای پیچیده‌ترند دوستان. بازارها از فعالیت هزاران کسانی تشکیل شدند که بر اساس تجربیات گذشته و حالت روحی خودشون تصمیم گیری می‌کنن و قابلیت پیش‌بینی اونا از نوترون‌ها مراتب کمتره. خوشبختانه همونطور که فاینمن از عدد تصادفی برای تحلیل اورانیوم استفاده کرد، ما نیز میتونیم از اونها برای درک خصوصیات بالقوه یک سیستم معاملاتی بهره ببریم بدون اینکه قادر به پیش بینی آینده باشیم. میتونیم مجموعه‌ای از جهان‌های معاملاتی جایگزین رو بررسی کنیم که مشخص میکنن اگر در گذشته مسائل کمی متفاوت بود چه نتایجی در پی می‌داشت. دو روش معمول برای استفاده از مونت کارلو به منظور ایجاد این جهان‌های معاملاتی وجود داره. یکیش به هم ریختن معامله یا جابجایی تصادفی معامله است. تغییر سفارشات و زمان آغاز معامله به صورت تصادفی با استفاده از یک شبیه ساز واقعی و سپس استفاده از درصد سود یا زیان معاملات برای تنظیم سرمایه معاملاتی با استفاده از سفارش معاملاتی جدید. یکیش هم به هم ریختن منحنی سرمایه است که ایجاد منحنی‌های جدید سرمایه با استفاده از چیدمان تصادفی قسمت‌های منحنی اصلی. از این دو نگرش روش به هم ریخته منحنی سرمایه نمودارهای سرمایه جایگزین واقعی تری رو ایجاد میکنه، چون شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از جابجایی تصادفی معاملات احتمال افت‌های سرمایه رو کمتر نشون میده. دوره‌های با حداکثر افت سرمایه همواره در انتهای روندهای بزرگ یا زمانهای افزایش مثبت سرمایه اتفاق میافتند. در اون دوره‌ها همبستگی بازارها بیشتر از حد معمول میشه که این مسئله هم در مورد بازارهای آتی و هم در مورد بازارهای سهام صادقه. وقتی در انتهای یک روند بزرگ شکست رخ میده و حرکت اون معکوس میشه، به یک باره به نظر میرسه که همه چیز بر علیهتون حرکت میکنه. وقتی یه روند بزرگ متلاشی میشه، حتی بازارهایی که معمولا همبسته به نظر نمیرسیدن در اون روزها با هم دیگه همبسته میشن، چون به هم ریختن معامله ارتباط بین معاملات و تاریخ‌ها رو حذف میکنه. اثر معکوس شدن همزمان بسیاری از معاملات نیز بر منحنی سرمایه حذف میشه. این به این معناست که در شبیه سازی مونت کارلو افت‌های سرمایه با اندازه و تکرار کمتری نسبت به واقعیت نشون داده میشن. حرکت‌های طلا و نقره رو در بهار 2006 بررسی کنید. اگه سیستم پیرو روندی رو تست کرده باشین که در این دو بازار کار میکنه، به هم ریختن معامله به این معنیه که افت‌های سرمایه در این دو بازار در زمان‌های متفاوتی رخ میدن و اثر هر کدوم از این افت‌ها به شکل موثری کم میشه. در حقیقت اثر افت‌های سرمایه تا چند بازار نسبتاً نامرتب مثل شکر گسترده میشه.
در یک دوره 20 روزه ریزش چشمگیری در بازار شکر از اواسط می تا اواسط ژوئن اتفاق افتاد که در اون بازه طلا و نقره نیز رو به زوال بودن. بنابراین به هم ریختن معامله در درجه دوم قرار داره، چون افتایی رو دست کم میگیره که ممکنه شخص در زمان استفاده از سیستم‌های بلند مدت و میان مدت باشون در واقع مواجه بشه. مثال دیگه از این پدیده افت سرمایه یک روزه سقوط بازار سهام امریکا توی 1987 روزی که شکاف بازگشایی بزرگی در یورو دلار اتفاق افتاد و بازارهای بسیاری که معمولاً هم بستگی نداشتن شکاف‌های بزرگی در جهت خلاف معاملات من ایجاد کردند، چون شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از به هم ریختن معاملات رو به چند قسمت تقسیم میکنه، موجب میشه که دیگه حرکت معکوس قیمت در یک روز وجود نداشته باشه و به همین دلیل وقوع این اتفاقات کاملاً کم رنگ تر نشون داده میشه. ببینید خیلی از بسته‌های نرم افزاری که شبیه سازی مونت کارلو رو اجرا میکنن روشی رو برای ایجاد نمودارهای جدید با استفاده از به هم ریختن منحنی سرمایه پیشنهاد میکنن. اگرچه اونا یه مسئله مهم دیگر رو در نظر نمیگیرن، با سعی خطا متوجه شدم که دوره‌های روزهای بد در پایان یک روند بزرگ و اندازه اون روزهای بد بسیار بزرگتر از چیزیه که میشه از رویدادهای تصادفی انتظار داشت. در اون روزهای افت سرمایه بزرگ منحنی سرمایه یک سیستم پیرو به روند همبستگی جز به جز یا همبستگی تغییر خالص یک روز با تغییر خالص روز قبل رو نشون میده. به عبارت ساده‌تر روزهای بعد چنان در یک دسته قرار میگیرن که نمیشه تصور کرد وقوعشون تصادفی باشه. مثال اخیر از ریزش طلا، نقره و شکر رو در بهار 2006 در نظر بگیرید. اگر به هم ریختن فقط در تغییرات خالص روزانه صورت بگیره، خط طولانی تغییرات بزرگ سرمایه از اواسط می تا اواسط ژوئن از بین میره، چرا که اگه اون روزها رو از یک توزیع یا حتی از منحنی سرمایه واقعی انتخاب کرده باشید، احتمال وقوعش بسیار کمه. برای اعمال این موارد در نرم افزار شبیه سازی خودمون در تریدینگ بلاکس از تغییرات خالص منحنی سرمایه استفاده کردیم، اما به جای به هم ریختن نمودار به صورت روزانه این کار رو در بخشای چند روزه نمودار انجام دادیم. اینطوری نمودار سهام شبیه سازی شده گروه بندی روزهای بعدی رو که در معاملات واقعی ایجاد می‌شدن حفظ می‌کنه. در تست‌ها از بخش‌های 20 روزه برای به هم ریختن منحنی سرمایه استفاده کردم و متوجه شدم که این کار خود همبستگی منحنی سرمایه رو حفظ می‌کنه و نتایج شبیه سازی ارزش پیشبینی بهتری نسبت به در واقع دنیای واقعی ارائه می‌کنه. با نمودارهای شبیه سازی شده جایگزینی که مونت کارلو ایجاد کرده چه کارهایی میشه انجام داد؟ میتونیم ازشون برای ایجاد توضیحی از نتایج برای یه معیار خاص استفاده کنیم و برای تشخیص محدوده مقادیر معین و ممکن باید دید که آینده شبیه به کدامی که از جهانهای جایگزین ایجاد شده در شبیه سازیه. شکل سوم از فصل 12 توضیحی رو نشون میده که با ایجاد 2000 منحنی سرمایه جهان جایگزین شبیه سازی شده به دست اومده، به صورتی که درصد آر هر کدوم از نمودارها محاسبه شده و سپس توزیع اون نمودارها به تصویر کشیده شده. این نوع نمودارها میتونن مفید باشن چون کمک میکنن بفهمیم که آینده نامعلومه و فقط مجموعی از احتمالات در موردش صدق میکنه. به هر حال باید بسیار مراقب بود که در خوندن جزئیات گزارش‌های این چینی زیاده روی نشه. به یاد داشته باشید که این اعداد از منحنی سرمایه به دست اومدن که به دادای گذشته وابسته است و بنابراین میتونه دچار همه تله‌هایی بشه که توی فصل 11 صحبت کردیم. شبیه سازی مونت کارلو تست ضعیف انجام شده بر دادای گذشته رو بهتر نمیکنه، چون منحنی‌های سرمایه جهان جایگزین شبیه سازی شده و فقط به خوبی دادای شبیه سازی شده ای هستند که از اون مشتق شده. اگه به دلیل تناقض در بین سازی درصد آر شما مقدار بیش از حد 20% به دست بیاد، شبیه سازی مونت کارلو که از مقادیر پارامترهای بین سازی شده مشابه استفاده می‌کنه همچنان مقدار درصد آر منحنی سرمایه جهانی جایگزین به دست اومده در شبیه سازی رو بیشتر از مقدار واقعی نشون میده. همونطور که تمرین‌های بالا رو در واقع بهتون گفتم و نشون میده، بک تست در بهترین حالت میتونه تقریبی ناهنجار رو از آینده مورد انتظار ارائه بده. معیارهای پایدار عملکرد آینده رو بهتر از دیگر همتایان حساس خودشون پیشگویی میکنن. هر کس بگه که میتونه سطح خاصی از عملکرد رو به دست بیاره یا دروغ میگه یا نمیدونه از چی حرف میزنه. اگه سعی دارید چیزی به شما در واقع اون شخص بفروشه، به شدت بهش مشکوک بشید. فصل 13 حالا روشایی رو نشون میده که میتونی برای تقویت معاملات از اونها استفاده بکنن افراد و با احتمال کمتری عملکردشون دچار نوسانات شدید بشه. فصل 14 سرتیترش هست غلبه بر شیاطین خود. بازار به احساس شما اهمیتی نمیده. وقتی شکست میخورید بازار از شما حمایت نمیکنه و تسلیتون نمیده. بنابراین معامله گری برای همه مناسب نیست.
اگه با حقیقت بازارها، محدودیت‌های خودتون، ترس‌ها و شکست‌ها مواجه نشید، موفق نخواهید شد. در سال 1982 وقتی برای اولین بار کتاب خاطرات یک کارگزار سهام که درباره یک معامله‌گر بزرگ بود رو خوندم، برام بسیار الهام بخش بود. امیدوارم که داستان لاک‌پشت‌ها به همون اندازه براتون الهام بخش باشه. این حقیقت که ریچارد دنیس تونست در 2 هفته به گروهی از معامله‌گران آموزش بده و سپس اونا رو تشویق کنه که طی 4 سال بعد برای اون بیش از 100 میلیون دلار کسب کنن، یکی از قانع کننده ترین داستان‌های معامله‌گریه. موفقیت برنامه لاک‌پشتی ثابت کرد که ریچارد مجموعه‌ای از اصول قابل تعلیمی داشت که اگه به طور پیوسته دنبال میشد به انجام معاملات سودآوری منجر میشد. نکته جالب اینجاست بیشتر اصولی که ریچارد دنیس بهمون آموخت جدید نبودند. برخی از اونها اصول پایه‌ای بودند که معامله‌گران معروف دیگه قبل از تولد ریچارد مطرح کرده بودند. بعدها با تجارب بیشتری که کسب میکنن متوجه میشن که چیزی به عنوان سیستم معاملاتی کامل وجود نداره. ممکنه سیستم آ در شرایط خاصی از بازار بهتر عمل کنه و به این دلیل که در گذشته مطلوب ترین شرایط برای اون مهیا بوده به طور قابل ملاحظه‌ای عملکرد بهتری نسبت به سیستم B داشته باشه. متاسفانه هیچ تضمینی وجود نداره که اون شرایط با همون تناوب گذشته در آینده رخ بده. به عبارت دیگه ممکنه توزیع انواع بازارها در آینده متفاوت از اون چیزی باشه که در گذشته بوده. بنابراین اگه تفاوت عملکردی که در تست بین A و B نشون داده شده نتیجه توزیع خاصی از انواع بازارها باشه، در صورتی که این توزیع در آینده تغییر کنه، این تفاوت عملکرد میتونه ناپدید بشه. این مثال رو در نظر بگیرید. فرض کنید زمانی که بازار دارای روند در واقع آرومی هست، سیستم A خیلی بهتر از سیستم B عمل میکنه، اما وقتی که بازار رونددار و نوسانی B بهتر از A عمل میکنه. حالا فرض کنید که در داده‌های تست 20 سال 13 سال روندها عمدتاً آرام بوده و 7 سال اغلب نوسانی. اگه همین توزیع در آینده رخ بده، A عملکرد بهتری خواهد داشت. اما اگه در 10 سال آخر 5 سالش در اون سال نوسانی واقع شده باشه چی میشه؟ اگه در آینده با تغییر رفتار بازار به دلیل اثرات معامله‌گر روندها بیشتر نوسانی بشن، چه رخ خواهد داد؟ این ممکنه نشون بده که به احتمال زیاد سیستم B در آینده عملکرد بهتری خواهد داشت، چون در زمانی که روند نوسانی بوده بهتر عمل کرده. برعکس، اگه بازار به صورت چرخه‌ای از حالت آروم به نوسانی تغییر کنه و دوباره بازگرده چی میشه؟ با توجه به اینکه بازار از دوره اخیر روندهای نوسانی به روندهای آرامتر برگشته، آیا این احتمال وجود نداره که سیستم A در آینده بهتر عمل کنه؟ در واقع اطلاعات کافی برای گرفتن تصمیماتی با اطمینان بالا به سادگی در دسترس قرار نمیگیرن، چون داده‌های کافی در اختیار نداریم. دنباله QQQVVQ رو در نظر بگیرید. اگه این دنباله دوره‌های آرام رو در مقابل بازارهای نوسانی نشون بده، آیا میتونید با اطمینان تعیین کنید که بازارهای آینده آرام هستن یا نوسانی؟ اگه به فصلهای قبلی توجه کنید، پی میبرید که اندازه نمونه 6 تایی برای هر نتیجه گیری خاصی کافی نیست. حتی اگه دنباله بزرگتری مثلا VQQVQVVQQQQVVQ داشته باشیم. ممکنه به ظاهر چرخه‌ای وجود داشته باشه، اما داده‌های کافی برای انجام اون ارزیابی با هر قابلیت اطمینانی وجود نداره. خب در این موارد بهتر این واقعیت رو بپذیریم که داده‌های کافی نداریم و نمیدونیم که در آینده چه رخ میده. بنابراین نمیتونیم با دقت عملکرد نسبی در واقع آینده سیستم ها رو بجز با در نظر گرفتن شرایطی بسیار گسترده پیش بینی کنیم. برای ساخت یک برنامه معاملاتی پایدار داشتن درک کاملی از این واقعیت ضرورت داره. دیدن حقیقت یک قدم مهمه. همونطور که در مورد خیلی از جنبه‌های معامله نیز این موضوع وجود داره. با دیدن حقیقت میتونید تصمیماتی بگیرید که منعکس کننده اون حقیقت بوده و اقدامات خودشون رو در واقع مطابق با اون تنظیم میکنید. پایدار کردن معاملات ایجاد یک برنامه معاملاتیه که بدون توجه به اتفاقات آینده به خوبی عمل کنه. اساس این موضوع پذیرش این حقیقتی که هیچ کس آینده رو نمیشناسه و در ذات تست هایی که مبتنی بر داده‌های گذشته هستن حد خطای بسیار عظیمی وجود داره. از قضا موقعی که یه برنامه معاملاتی ایجاد میکنید که ماهیت غیر قابل شناخت آینده رو در نظر میگیره، متوجه خواهید شد که عملکرد معاملاتیتون بیشتر قابل پیش بینیه. دلیل این تضاد ساده است. اگر برنامه معاملاتی شما بر این اصل استوار باشه که آینده ناشناخته است، یعنی این موضوع رو در نظر گرفتید که در آینده شرایطی پیش میاد که از برنامه معاملاتی شما فراتره و چیزیه که اون رو پیش بینی نکردید. در مقابل، اگر برنامه معاملاتی بر اساس ویژگی خاصی از بازار طراحی بشه، در آینده با تغییر اون شرایط برنامه نابود میشه. پس چطوری میشه یه برنامه معاملاتی ایجاد کرد که به شرایط خاص بازار وابسته نباشه؟ در هر برنامه معاملاتی پایدار دو ویژگی عمده وجود داره: تنوع و سادگی.
طبیعت میتونه بهترین مثال برای این مسئله باشه که چطوری این عوامل باعث افزایش پایداری میشن. میتونیم یک مقایسه خوب بین توانایی زنده ماندن یک اکوسیستم، سیستم سازگار با محیط زیست و گونه‌های مستقل موجود در اون سیستم و پایداری یک برنامه معاملاتی داشته باشیم. در سطح یک اکوسیستم طبیعت برای انجام یک کار به یک یا دو گونه تکیه نمی‌کنه. در طبیعت فقط یک نوع شکارچی، یک منبع غذایی، یک گیاهخوار یا یک لاشخور برای تمیز کردن بقایای مرده وجود نداره. تنوع مهمه، چون از اکوسیستم در برابر اثرات تغییر ناگهانی در جمعیت محافظت میکنه. اکوسیستم های پیچیده انعطاف پذیری بیشتری دارند و به نظر میرسه که گونه های پیچیده در مقایسه با ساده ترها در محیط های پایدار دارای مزایای قابل توجهی هستند. با این حال در زمان تغییرات احتمال بیشتری وجود داره که گونه های پیچیده از بین برن. در این زمان ها سخت‌ترین گونه ها اونایی هستند که بسیار سادن، مثل ویروس‌ها و باکتریا، ارگانیسم‌های ساده، چون به محیط اطرافشون وابستگی کمتری دارن. این سادگی زمانی که اکوسیستم تحت تأثیر تغییر عمده قرار میگیره، مثل زمانی که یک شهاب سنگ بزرگ به زمین برسه یا یک فوران بزرگ آتشفشان باعث کاهش شدید دما بشه، بسیار سودمنده. برخی از گونه‌ها با اینکه پیچیدن، پایدارن و در موقعیت‌های مختلف میتونن زنده بمونن. این گونه‌ها در شرایط آب و هوایی یا شرایطی پرورش می‌یابند که اونها رو در معرض تغییرات دائمی قرار میده. بنابراین توانایی زنده موندن اون افزایش پیدا میکنه. این گونه‌های پایدار به عنوان مدلی برای توسعه سیستم‌های پایدار به کار میرن. حالا که دو جزء سازنده از پایداری در طبیعت رو در نظر گرفتیم، بیایید روش‌های اضافه کردن اونا رو به یه برنامه معاملاتی بررسی کنیم. سادگی رو میشه با به حداقل رسوندن قوانینی که وابستگی به شرایط خاص بازار رو ایجاد میکنن اضافه کرد. تنوع رو با معامله در بسیاری از بازارهایی که ممکنه با هم دیگه همبستگی نداشته باشن میشه اضافه نمود. همچنین میشه با معامله انواع سیستم‌های مختلف در یک زمان اون رو در واقع بیایم و به یک برنامه معاملاتی اضافه کنیم، به طوری که بدون توجه به شرایط آینده بازار برخی از سیستم‌های مورد بررسی عملکرد خوبی خواهند داشت. روش اصلی پایدارتر کردن سیستم‌ها داشتن قوانینیه که این سیستم‌ها رو قادر می‌سازه تا با شرایط مختلف بازار سازگار بشن. همچنین سیستم‌ها رو ساده نگه داشته و حساسیت اونها رو نسبت به تغییرات بازار کمتر کنه. میتونید با سازگار کردن سیستم‌ها با شرایط بازار، حتی اگر این شرایط تغییر کنه، سیستم‌های پایدارتری ایجاد کنید. این رویکرد مشابه ارگانیسم‌های پیچیده در طبیعت که به دلیل سازگاری بالا میتونن در شرایط مختلف زنده بمونن. انسان یک نمونه از این موجوداته. انسان میتونه در بیابان‌های بزرگ افریقا و در یخ‌های قطب شمال زنده بمونه، چون با استفاده از قدرت مغزش میتونه با اون محیط سازگار بشه. هر سیستمی در موقعیت‌های خاصی از بازار بهتر عمل میکنه. سیستم‌های پیرو روند زمانی بهتر کار میکنن که بازارها رونددار و آرومن و سیستم‌های مخالف روند زمانی که بازارها بدون روند و نوسانی باشن. یک فیلتر پورتفوی قاعده‌ایه که میتونه یک سیستم رو پایدارتر کنه، چون زمانی که یک بازار خاص در حالت مطلوبی برای یک سیستم خاص نیست، میتونید اون رو در واقع میتونه فیلترش کنه. برای مثال سیستم روند دانکیان یک فیلتر پورتفوی داره. در بازار وقتی شکست در خلاف جهت روند اتفاق میفته، نمیتونید معامله انجام بدین، چون این اتفاق زمانی رخ میده که بازار در حالت مطلوب نباشه. شکست در جهت روند بیشتر در بازارهای رونددار رخ میده. اضافه کردن این فیلتر باعث میشه که سیستم پایدارتر بشه. به شیوه مشابه قوانین ساده باعث میشن که سیستم ها پایدارتر باشن، چون این قوانین در شرایط متنوع‌تری کار میکنن. پیچیدگی برخی سیستم ها به این دلیل که اونا برای استفاده از برخی شرایط یا رفتارهای بازار که در طول توسعه سیستم شناخته میشن طراحی شدن. هرچی قوانین بیشتری مثل این قوانین اضافه بشن، سیستم به مجموعه خاصی از شرایط و رفتارهای بازار بیشتر وابسته میشه. بنابراین احتمال اینکه در آینده بازارهای ایجاد بشن که این رفتارهای خاص رو نداشته باشن یا قوانین دیگه خوب کار نکنن بیشتر میشه. قوانین ساده که بر پایه مفاهیم با دوام‌تر ساخته میشن در معامله واقعی بهتر از در واقع قوانین پیچیده‌ای هستند که برای رفتار خاص بازار طراحی شدن. سیستم‌های خود را ساده نگه دارید و متوجه میشید که طی زمان بهتر عمل میکنند. یکی از روش‌های مؤثر واسه بهبود پایداری در همه معاملات اینه که گستره وسیعی از بازارها رو در نظر بگیرید. اگه در بازارهای بیشتری معامله کنید، احتمال اینکه حداقل در یکی از این بازارها با شرایط مطلوب برای سیستم معاملاتی مواجه بشین افزایش پیدا میکنه. در مورد سیستم‌های پیرو روند، اگه در بازارهای بیشتری معامله انجام بدین، در هر دوره شانس اینکه در یکی از این بازارها یک روند وجود داشته باشه افزایش پیدا میکنه. امروزه بیشتر پلتفرم‌های مشهور مثل ترید استیشن برای تست سیستم‌های معاملاتی محدودیت بزرگی دارند و اون تست نشدن بیش از یک بازار در یک زمانه. یک اثر جانبی این موضوع اینه که خیلی از معامله‌گرا به بازارها فکر می‌کنن، نه پورتفوی‌ها.
این موضوع به این باور اشتباه منجر شده که برخی از بازارها نباید در پورتفوی پیرو روند وجود داشته باشند، چون این بازارها سودآور نیستند یا در مقایسه با بازارهای دیگه عملکرد پایینتری دارند. در این دیدگاه دو تا مشکل وجود داره. اول اینکه در برخی از بازارها در واقع ممکنه روندها فقط یک بار در چند سال رخ بدن، بنابراین تست های کوتاه مدت 5 یا 10 سال پتانسیل کامل بازار رو نشون نمیدن. دوم اینکه مزیت تنوع برای یک بازار ممکنه از احتمالات منفی قوی تر باشه. مثال بازار کاکائو از فصل 4 رو در نظر بگیرید. به یاد بیارید که چطوری این بازار بیش از یک روند خوب رشته طولانی از معاملات ضررده رخ داد. این موضوع بسیار رایجه. به مثالی بسیار قابل توجه از روزهای لاک‌پشتی توجه کنید. اوایل سال 1985 ریش بهمون گفت که دیگه نمیتونیم قهوه معامله کنیم. فکر میکنم احساس میکرد که حجم کافی برای معامله قهوه وجود نداره و همواره با ضرر مواجه میشیم. این تصمیم باعث شد که بزرگترین معامله خودمون رو از دست بدیم. اگه کتاب دم دستتون باشه، شکل اول از فصل 13 رو اگه ببینید، من اون معامله رو انجام ندادم و به طور دقیق نمیتونم بگم در اون زمان چه اتفاقی افتاد، اما با استفاده از داده‌های قرارداد قهوه توی ماه مارس سال 1986 تستی رو انجام دادم. در زمان ورود مقدار n برابر 1.29 سنت بود، یعنی میتونستم در یک واحد 103 قرارداد رو معامله کنم، چون در سال 1985 یه حساب معاملاتی 5 میلیون دلاری داشتم. ما 4 واحد رو در یک زمان معامله می‌کردیم. من 412 قرارداد خرید قهوه در این معامله داشتم. سود هر قرارداد حدود 34000 دلار بود. مجموع سود اون معامله 412 ضرب در 34000 دلار یا تقریباً 14 میلیون دلار بود که بازده 280% یک حساب 5 میلیون دلاری رو برای یک معامله نشون میداد. در دوران لاک‌پشتی هیچ معامله دیگه‌ای نزدیک به این معامله‌ای که از دست دادیم نبود دوستان. حالا آیا این گفته به این معنیه که باید در همه بازارها معامله کرد؟ آیا دلایل خوبی برای حذف بازارهای خاصی از معامله وجود نداره؟ نقشه‌بندی دلیل اصلی معامله نکردن در یک بازار خاصه. معامله کردن توی بازارهایی که معاملات فعال و حجم کافی ندارن سخت‌تره. هرچی موفق‌تر باشید این موضوع شما رو بیشتر محدود می‌کنه. به همین دلیل بود که ریچ ما رو از معامله قهوه منع کرد. اگه مجموع معاملات ما و ریچ رو با هم در نظر بگیرید می‌بینید که هنگام ورود و خروجمون هزاران قرارداد قهوه رو معامله می‌کردیم. این حجم از معاملات مطمئناً روی مرز محدودیت‌های حجم قابل قبول بود. بنابراین تصمیم ریچ خیلی منطقی بود. هرچند که من آرزو داشتم این تصمیم قبل از معامله قهوه که پیشتر در مورد اون توضیح دادم گرفته نمی‌شد. ممکنه فکر کنید که اگه یه حساب کوچیک داشته باشید میتونید یک بازار با نقد شوندگی کم رو معامله کنید. بسته به نوع سیستم مورد استفادهتون این امر میتونه درست یا اشتباه باشه. مشکل بازارهای با نقد شوندگی کم این نیست که نمیتونید بیشتر اوقات معامله داشته باشید. مسئله اینه که در شرایطی خاص میتونید سفارشات زیادی داشته باشید ولی هیچ معامله‌گر دیگه‌ای در طرف مقابل معامله نیست. در بازارهای با نقد شوندگی کم تعداد خریدار و فروشنده کمه، بنابراین ممکنه سفارش خرید شما در یک بسته 200 تا 500 قراردادی ارسال بشه در حالی که هیچ فروشنده‌ای وجود نداره. به صورت معمول این موضوع در بازارهای با نقد شوندگی بیشتر اتفاق نمیافته. همچنین بازارهای با نقد شوندگی کم نسبت به شوک‌های قیمتی حساس‌ترن. نگاهی به نمودارهای برنج خام، چوب، پروپان و هر بازاری که کمتر از 4000 سام در روز معامله میشه بندازید و اونا رو با تعداد حرکت‌های بزرگ یک روزه در بازارهای با نقد شوندگی بیشتر مقایسه کنید. خودتون متوجه میشین که در بازارهای با نقد شوندگی کم حرکت‌های غیرمنتظره در روزهای زیادی به چشم می‌خوره. اما می‌خوایم در رابطه با انواع مختلف بازارها صحبت کنیم. برای اینکه برخی از بازارها رو از معاملات خودتون حذف کنید، دلیل دیگه‌ای نیز وجود داره. اعتقاد ندارم که باید بازارهای خاصی رو فقط به دلیل سودآوری کمتر نسبت به بازارهای دیگه در تست‌های شبیه سازی حذف کرد. بر این باورم که برخی تفاوت‌های اساسی بین گروه‌های خاصی در واقع از بازارها وجود داره که موجب میشه نشه با گروه خاصی از سیستم‌ها در بعضی گروه‌های بازار معامله انجام داد. بعضی معامله‌گرا بر این باورن که بازارهای منحصر به فرد مختلف متفاوتند و باید به این شکل در نظر گرفته بشن. من فکر می‌کنم که واقعیت پیچیده‌تر از اینه. معتقدم که در واقع 3 گروه از بازارها وجود دارن که کاملا متفاوت رفتار می‌کنن، اما در این گروه‌ها تفاوت بین بازارها به طور عمده به حوادث تصادفی مربوط میشه. گروه‌های اصلی بازارهای عبارتند از بازارهای مبتنی بر اصول بنیادی که بازارهایی مثل ارزها و نرخ‌های بهره از این نوع بازار هستند که در اونها معاملات نیروی محرکه اصلی پشت حرکت‌ها نیست. نیروها و وقایع بزرگ اقتصادی محرک قیمتن. با گذشت زمان به نظر میسه که درستی این موضوع کمتر و کمتر میشه. اما من میتونم ثابت کنم که بانک مرکزی امریکا یا
یک معیار خاص کشور و یک سیاست پولی کشور همچنان میتونن قیمت‌ها رو بیشتر از معامله‌گران در بازارهای ارز و نرخ بهره تحت تاثیر قرار بدن. این بازارها دارای بیشترین نقدشوندگی با واضح‌ترین روندها هستند و ساده‌ترین روش‌ها برای پیروان روند در معاملات به حساب میان. مورد بعد بازارهایی که معامله‌گران محرک اونها هستند. بازارهایی مثل بازار سهام و بازار آتی من جمله قهوه، طلا، نقره و نفت خام در این گروه جای میگیرند. در این بازارها معامله‌گران بیشتر از دولت‌ها و هجرها بر بازار اثر می‌ذارند. قیمت‌ها ادراک محور محسوب میشن. معامله در این بازارها برای پیروان روند سخت‌تره. بازارهای مشتقات هم بازارهایی هستند که نیروی محرک خودشون رو از معامله‌گری میگیرن، اما معامله‌گری در اونها کم رنگ شده، چون ابزارهای معاملاتی اونها از بازارهای دیگه مشتق شدن که خود اون بازارها نیز مجموعی از سهام مستقلن. یه مثال خوب قرارداد آتی الکترونیکی کوچیک S&P بوده که دامنه نوسانش با شاخص S&P 500 محدود شده. شاخص S&P نیز به نوبه خودش به طور غیر مستقیم با معامله‌گران حرکت میکنه. معامله در این بازارها برای پیروان روند بسیار سخته. پیشنهادم اینه که با توجه به اینکه بازارها در هر یک از این گروه‌های معاملاتی به شیوه یکسانی عمل میکنن، باید فقط با توجه به نقدشوندگی و گروه اونها رو معامله کنید یا معامله نکنید. به عنوان یک لاک‌پشت تصمیم گرفتم که هرگز گروه سه رو معامله نکنم. چرا که خیلی از لاک‌پشت‌های این گروه از بازارها رو در واقع می آمدن و معامله می کردن. احساس می کردم که سیستم های ما برای بازارهای مشتق مناسب نبودن. مشکلی که در معامله کردن این گروه وجود داشت این بود که به خوبی با سیستم پیرو روند مبتنی بر شکست میان مدت ما سازگاری نداشت. بنابراین من به عنوان یک لاک‌پشت هرگز S&P رو معامله نکردم. طلا و نقره مثال خوبی از حافظه معامله‌گره. وقتی معامله‌گری رو شروع کردم، کسب درآمد از طلا غیر ممکن بود، چون خاطره روند عظیم سال 1978 هنوز در ذهن مردم تازه بود، زمانی که هر اونس طلا به $900 رسید و نقره به بیش از $50 در هر اونس رسید. هر بار قیمت رو بسیار متلاطم می‌کرد. قیمت بالا میرفت و پایین میومد و سپس صعود و دوباره نزول. خلاصه معامله برای پیروان روند بسیار سخت بود. بعد حدود 20 سال بیشتر مردم دیگه روند 1978 رو به یاد نمی آوردن و به همین دلیل انجام معامله در حرکت قیمت بهار 2006 بسیار آسان‌تر از قبل بود. اگه به نمودارها هم نگاه کنید میگید که ماهیت طلا تغییر کرده. فکر نمی کنم کسی بتونه بگه که بازار بعدی مثل طلا چه زمانی تغییر میکنه یا بازار بعدی مثل کاکائو چه موقع دوباره رونددار میشه. این واقعیت که بازاری در 20 سال گذشته یک روند بزرگ نداشته، اون رو به بازار بدی برای معامله تبدیل نمیکنه. به نظر من اگه یک بازار حجم کافی برای معامله داشته باشه و از بازارهای دیگه در پورتفوی شما متفاوت باشه، باید اون بازار رو معامله کنید. حد تنوع بازار اغلب مقدار سرمایه مورد نیاز برای معامله چندین بازار با میزان قابل قبول ریسک. به همین دلیله که متصدیان موفق صندوق‌های پوشش ریسک نسبت به معامله‌گران مستقل راحت‌تر معامله می‌کنن و همچنین معامله‌گران بزرگ ثبات بیشتری در عملکردشون نسبت به معامله‌گرای کوچکتر دارن. اگه بتونید همزمان در 50 یا 60 بازار معامله بگیرید، عملکردتون نسبت به معامله در 10 بازار منظم‌تر خواهد بود. برای معامله قراردادهای آتی با تنوع مناسب با استفاده از یک سیستم پیرو روند حداقل به $100,000 نیاز دارید. حتی در چنین سطحی نیز ریسک مورد نیاز برای بیشتر معامله‌گران بسیار زیاده. علاوه بر تنوع در بازارها با متنوع کردن سیستم‌های معاملاتی میتونید پایداری برنامه معاملاتیتون رو افزایش بدین. در یک زمان میشه با استفاده از چند سیستم یک برنامه معاملاتی رو به طور قابل توجهی پایدارتر ساخت. به خصوص اگه سیستم‌ها متفاوت باشن. دو سیستم رو در نظر بگیرید. سیستم بهتر دارای درصد RAR 38.2% و RCUBED 1.19% و سیستم بدتر دارای درصد RAR 14.5% با RCUBED 41%. اگه هر دو رو تست کردین با کدوم معامله میگیرید؟ آیا سیستم بهتر رو انتخاب میکنید؟ به نظر منطقی میرسه. این انتخاب مزایای تنوع رو وقتی که سیستم ها با هم دیگه همبستگی ندارن نادیده گرفته. این مزایا زمانی بیشتر میشن که سیستم ها همبستگی منفی دارن. این همون حالتیه که وقتی سیستم های خاص با هم دیگه ترکیب میشن مزایای بسیار مهمی رو به ارمغان میارن. به یه مثال توجه کنید. معامله با دو سیستم بالا به طور همزمان دارای درصد RAR 61.2% با RCUBED 5.20%. نیازی به گفتن نیست که این عملکرد به شکل چشمگیری از عملکرد هر دو سیستم به تنهایی بهتره. سیستم‌های ذکر شده در بالا در واقع دو بخش سیستم شکست بولینگر هستند. سیستم بهتر معاملات خرید رو فقط با شکست کانال نوسانی انجام داده و سیستم بدتر معاملات فروش رو فقط با شکست کانال نوسانی انجام میده. به راحتی قابل درکه که چرا ترکیب این سیستم‌ها به خوبی کار میکنه و بهبود عملکردش
بسیار چشمگیره. با ترکیب سیستم هایی که در شرایط مختلف بازار خوب کار میکنند میشه مزایای مشابهی به دست آورد. به طور مثال ممکنه یکی از سیستم ها در بازارهای روندار خوب کار کنه و دیگری در بازارهای بدون روند عملکرد خوبی داشته باشه. وقتی یکی ازشون دچار افت سرمایه میشه ممکنه دیگری سودآور باشه و برعکس. اگرچه ممکنه همیشه به همین اندازه که گفته شد امیدوار کننده نباشه و مطابق انتظار پیش نره. میتونید با استفاده از رویکردهای این چنینی پایداری برنامه معاملاتی خودتون رو افزایش بدین. مثل محدودیت تنوع بازار، محدودیت در تنوع سیستم نیز اغلب به سرمایه قابل توجه یا به مدیریتی قوی برای معامله چندین سیستم در یک زمان نیاز داره. این نیز دلیل دیگه‌ایه که متصدیان صندوق پوشش ریسک موفق نسبت به معامله‌گران مستقل راحت‌تر معامله می‌کنند. ممکنه مبلغ $200,000 برای تنوع بخشیدن به یک سیستم پیرو روند بلند مدت کافی باشه. برای معامله با 4-5 سیستم مختلف ممکنه به $1,000,000 یا بیشتر نیاز باشه. این عامل به تنهایی باعث میشه که بسیاری از افراد تصمیم بگیرن سرمایه خودشون رو بیشتر به یک معامله‌گر حرفه‌ای خوب واگذار کنن که صندوق کالا یا صندوق پوشش ریسک رو اداره میکنه تا اینکه خودشون با حساب شخصیشون معامله بیان انجام بدن. یه برنامه معاملاتی پایدار برای این فرض استواره که نمیتونید شرایط خاصی رو در بازار پیش بینی کنید که در معاملات واقعی خودتون باشون مواجه میشید. سیستم‌های پایدار حساب‌های معاملاتی پایدار رو میسازن که سازگار یا ساده بوده و به شرایط خاص بازار وابسته نیستن. یه برنامه معاملاتی پایدار کامل با سیستم‌های مختلف بسیاری در بازارهای مختلف معامله انجام میده و احتمال اینکه در آینده عملکرد ثابت یا نشون بده بیشتر از برنامه‌ایه که با تعداد کمی سیستم در تعداد اندکی بازار معامله انجام میده. توی فصل 14 میخوایم راجع به غلبه بر شیاطین خودمون صحبت کنیم. بازار به احساس شما اهمیت نمیده. وقتی شکست میخورید بازار ازتون حمایت نمیکنه و تسلیتون نمیده. بنابراین معامله‌گری برای همه مناسب نیست. اگه با حقیقت بازارها، محدودیت‌های خودتون، ترس‌ها و شکست‌ها مواجه نشید، موفق نمیشید. سال 1982 وقتی برای اولین بار کتاب خاطرات یک کارگزار سهام که در واقع درباره یک معامله‌گر بزرگ بود رو خوندم برام بسیار الهام بخش بود. امیدوارم که داستان لاک‌پشت‌ها به همون اندازه براتون الهام بخش بوده باشه. این حقیقت که ریچارد دنیس تونست در 2 هفته به گروهی از معامله‌گرا آموزش بده و سپس تشویقشون کنه که طی 4 سال بعد برای اون بیش از $100,000,000 کسب کنن، یکی از قانع کننده ترین داستان‌های معامله‌گریه. موفقیت برنامه لاک‌پشتی ثابت کرد که ریچارد مجموعه‌ای از اصول قابل تعلیمی داشت که اگه به طور پیوسته دنبال می‌شد به انجام معاملات سودآور منجر می‌شد. نکته جالب اینجاست بیشتر اصولی که ریچارد دنیس بهمون آموخت جدید نبودند. برخی از اون اصول پایه‌ای بودند که معامله‌گرای معروف دیگه قبل از تولد ریچارد مطرح کرده. در برخی موارد در ماه‌های اول سادگی بسیار زیاد اصولی که بهمون آموزش داده شده بود برای بعضی از ما که سعی در پیروی از اونها رو داشتیم مانع بود. افراد تمایل به این باور دارن که ایده های پیچیده بهتر از ایده های ساده هستند. درک این مسئله برای بسیاری سخته که ریچارد دنیس با استفاده از چند قاعده ساده تونست چند $100,000,000 درآمد داشته باشه. طبیعیه که فکر کنن اون رازهایی رو میدونه. طی چند ماه اول خیلی از لاک‌پشت‌ها با این فکر پلید جنگیدن. بعضی از ما فکر می‌کردیم که معامله موفق نمیتونه به این سادگی‌ها باشه و باید ماجرای دیگه‌ای در جریان باشه. این نوع تفکر معامله‌گری بعضی از لاک‌پشت‌ها رو به حدی مختل کرد که هرگز نتونستن از قوانین سرراست و از پیش تعیین شده ریچارد پیروی کنن. تئوری من اینه که این باور و نیاز به پیچیدگی از ناامنی نشأت میگیره و گرفتن نتیجه نیاز به پیدا کردن دلایلی داره که احساس خاص بودن رو ایجاد کنه. داشتن اطلاعات رازگونه باعث میشه که احساس خاص بودن داشته باشیم، ولی داشتن حقایق ساده این احساس رو به ما نمیده. بنابراین نفس ما رو وادار میکنه که باور کنیم نوعی دانش خاص داریم و به خودمون ثابت کنیم که برتر از دیگران هستیم. نفس ما نمیخواد که ما به حقایق شناخته شده عادی محدود بشیم. نفس به رازها علاقه داره. دلیل عمده‌ای که معامله‌گرای مبتدی مجذوب معامله‌گری اختیاری میشن اینه که معامله‌گری اختیاری نفس رو در واقع تغذیه میکنه. این معامله برخلاف معاملات سیستماتیک که در اون تصمیمات معامله‌گر با استفاده از قوانین دقیقاً مشخص در مورد زمان و مقدار خرید و فروش انجام میگیره، به قضاوت شخصی متکیه. بنابراین هنگامی که از قضاوت خودتون برای معامله استفاده میکنید و برنده میشید، نفس برنده شده. بعد از اون میتونید در مقابل دوستان به خودتون ببالید که استاد بازار هستید. من این رفتار خاص رو به طور مداوم در فروم‌های معاملاتی آنلاین مشاهده میکنم. به ویژه فروم‌های عمومی‌تر که معامله‌گران جدید جذبشون میشن به طور مرتب با پست‌هایی از افراد لافزن مواجه هستند که اعلام میکنن که سیستمی با دقت 90% دارن یا با 3 ماه معامله 200% سود کسب کردن. اونا همواره این کارو با لوریج بیش از حد انجام میدن. بنابراین ممکنه
$5,000 رو به $15,000 تبدیل کرده باشند. هرچند که این روش تهاجمی ممکنه ریسک بسیار بالایی از دست دادن $15,000 رو در پی داشته باشه. چند ماه بعد ممکنه پست های همون معامله‌گران رو مشاهده کنید که حسابشون رو نابود کردن و همه چیز رو از دست دادن. این افراد برای تغذیه نفسشون معامله میکنن و همونطور که گفته شد با نفسشون زندگی میکنن و میمیرن. خیلی از معامله‌گرای اختیاری موفق هستن، اما تعداد بسیار زیادی ناموفقن. بزرگترین دلیلش اینه که به عنوان یه معامله‌گر نفس دوست تو نیست. نفس میخواد در واقع درستی کار خودش رو نشون بده. میخواد پیش بینی کنه و اسرار رو بدونه. نفس با تقویت سوگیری‌های شناختی که مانع سود هستن باعث میشه که معاملات خوبی انجام نشه. یه مثال از اون روزهای لاک‌پشتی این نکته رو به خوبی نشون میده. اگه میخواید یه معامله‌گر بزرگ بشین باید بر نفستون پیروز بشین و فروتنانه برخورد کنید. تواضع و فروتنی باعث میشه که آینده رو به عنوان چیزی غیر قابل شناخت بپذیرین. فروتنی از تلاش واسه پیش بینی کردن جلوگیری میکنه. وقتی معامله برخلاف تصوراتتون حرکت میکنه و مجبور میشید با ضرر ازش خارج بشید، فروتنی کمک میکنه تا این شکست رو شخصی برداشت نکنید. با فروتنی میتونید معامله بر مبنای مفاهیم ساده رو بپذیرید، چون نیازی به دونستن اسرار ندارید تا احساس خاص بودن داشته باشید. اگرچه من از بیشتر لاک‌پشت‌های شاید همشون موفق‌تر بودم، نمیخوام این تصور رو القا کنم که نوعی ماشین خودکار بی‌نظیرم که از سوگیری‌های شناختی مسئولم و بر ذهن خودم مسلطم. اینطور نیست. در اینجا به نمونه اشاره میکنم. در سال دوم بازار در یک روند بزرگ قرار گرفت و من یک بار دیگه با 4 واحد که طبق قوانین حداکثر میزان معاملاتمون بود، ظرفیت معاملاتی خودم رو پر کرده بودم. از تعدادی از لاک‌پشت‌های دیگه پرسیدم که چند واحد معامله دارن. چند نفر از اونها پوزیشن 4 واحدی کامل رو نداشتن، یعنی به اندازه‌ای که باید پول به دست نمی‌آوردن. بنابراین سوال من ازشون در مورد پوزیشن هاشون اونها رو به شک انداخت. محل زندگی من در حومه غربی ریورساید ایالت ایلینوی بود. بنابراین مثل بقیه روزها برای رفتن به محل کار باید سوار قطار می‌شدم. چند لاک‌پشت دیگه نیز سوار قطار می‌شدن و همه ما در یک زمان حرکت می‌کردیم. یادم میاد وقتی در رو باز کردم و وارد راه شدم، یکی از اونایی که کمی زودتر رسیده بود به دیگران چیزی شبیه اینو گفت: امروز اون رو دیدین؟ عجب احمقیه. اونا درست میگفتن. من احمق بودم و بدترین نوع اون، یعنی کسی که متوجه حماقت خودش نمیشه. من متوجه نشده بودم که چگونه کارهای من بر دیگران تأثیر میذاره. واضح ترین نمود اون زمانی بود که در مورد چیزی که اونها نداشتن بی‌رحمانه رجز خونده بودم. اونا پول کافی برای گرفتن 4 واحد کامل معامله رو نداشتن. مطمئنم که شنیدن اون سخنان بی ملاحظه از یک جوان خام که به تازگی از دبیرستان فارغ التحصیل شده تلخ‌تر بود. طی 20 سال گذشته در مورد اون روز بارها فکر کردم، چون صحبت‌های اون روز دائم تو ذهنم تکرار میشن. همون روز با خودم عهد بستم که هرگز بی ملاحظه رفتار نکنم و قبل از این حرفی بزنم یا کاری انجام بدم در مورد تاثیرش بر دیگران بیشتر فکر کنم. همچنین سعی کردم در مواردی که با افراد احمق مواجه میشم کمی بردبارتر باشم و در نظر داشته باشم که من نیز گاهی احمقانه رفتار میکنم. مهمترین درس‌ها در زندگی ساده‌اند، اما اجرای اونا دشوار. در معامله‌گری ثبات کلید موفقیته. داشتن یک رویکرد معاملاتی اصولی، درکی کامل از محدودیت‌های اون رویکرد و ابزارهایی که برای ساخت سیستم‌های معاملاتی استفاده میشن، میتونن برای موفقیت بیشتر و با ثبات‌تر کمک کنن. باید ثابت قدم باشید تا خوب معامله کنید. باید توان اجرای برنامه رو داشته باشید، وگرنه برنامه معنایی نداره. اگه بخوام یک عامل رو به عنوان عامل خارق العاده موفقیت لاک‌پشت انتخاب کنم، آموزش دیدن توسط یک معامله‌گر افسانه‌ای رو نام میبرم. این آگاهی در ما اعتمادی نسبت به آموزهای ریچارد ایجاد کرده بود و پیروی از قوانینش به طور پیوسته و مداوم برامون بسیار آسان‌تر ساخته بود. اگه نتونید معامله‌گر مشروعی رو پیدا کنید که بهتون آموزش بده، تنها راه موجود اینه که خودتون دانش لازم رو کسب کنید و اعتماد به نفس در واقع کافی رو به دست بیارید. باید اطمینان به روش‌های خودتون رو افزایش بدین، همونطور که توانایی خودتون رو برای کسب سود با استفاده از این روش‌ها افزایش میدین. بهترین روشی که من برای افزایش اعتماد به معامله‌گری با رویکردهای سیستماتیک میشناسم اینه که خودتون با استفاده از نرم افزار شبیه سازی معامله سیستمایی رو ایجاد کنید. نرم افزار اجازه میده که گذشته رو در نظر بگیرید به همون شیوهی که معاملات واقعی این کارو انجام میدن. شما روند پژوهش در سیستم‌های مختلف معاملاتی رو پیدا خواهید کرد و فرضیات خودتون رو برابر داده‌های واقعی بازار بررسی می‌کنید. اگه معاملات واقعی رو آغاز کنید، ممکنه اون رو بسیار سخت‌تر از اون چیزی بیابید که تصور می‌کردید. قرار دادن پول واقعی در معاملات شبیه تمرین با حساب دمو یا معامله به روی کاغذ نیست. اگه به معامله‌گری به چشم شوق نگاه می‌کنید، باید یک واقعیت مهم رو در ذهن داشته باشید و اون اینه که من بسیار خارق‌العاده هستم. من با توجه به ژنتیک، خلق و خوی و نحوه تربیت، ثابت قدم بودن در معاملات برام سخت نبود. ساختار روانیم باعث میشد تا سوگیری‌های شناختی رو از بین ببرم. بنابراین اگرچه اثرات ضعف و شکست روحی رو در معامله‌گران دیدم، نمیتونم به کسایی که برای غلبه بر مسائل خاص خودشون نیاز به کمک دارن مشاوره مناسبی بدم، چون به شخصه با چنین مسائلی درگیر نبودم. در نهایت تجربه من در درجه اول به عنوان یک پیرو روند بوده.
سبکای دیگه‌ای از جمله معامله‌گری روزانه و معامله‌گری نوسانی و نیز بررسی و استفاده کردم. بنابراین اصول مندرج در این کتاب برای اون دسته از معاملات نیز به خوبی به کار میاد. تمرکز من بر سبک معاملاتی پیرو روند به این معنی نیست که این سبک بهترین راه برای معامله کردنه. هر سبک به یک ساختار خاص روانی نیاز داره که ممکنه شما اون رو داشته باشید یا نداشته باشید. خیلی مهمه که سبک معاملاتی انتخابیتون با نقاط قوت و ضعف شخصیتتون مطابقت داشته باشه. تعدادی از نویسندگانی که در بالا بهشون اشاره کردم در مورد این موضوع به طور صریح‌تری صحبت میکنن. به یاد داشته باشید که برنامه هیچ معنایی نداره اگه بهش عمل نکنید. اگه میخواید یک معامله‌گر موفق باشید، خودتون رو به مرحله اول جداول بالا متعهد کنید. من این کار رو انجام دادم و هرگز ازش پشیمان نشدم. در واقع درس‌هایی از لاک‌پشت است که میگه معامله کردن با برتری معاملاتی، مدیریت ریسک و ثابت قدم بودن، و چهارمی ساده نگه داشتن سیستم معاملاتی.